الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. در افغانستان مشکلات چرا زیاد هست؟ مشکل ما در افغانستان چرا زیاد است؟ به خاطر از که در افغانستان مردم فقه میخوانند. اول از فقه شروع میکنن، باز که کمی فقه را خواند از شعر شروع میکنن، شعر میخوانند، باز فقه میخوانند. و طبعا وقتی که انسان از درسای خود از شعر و از حافظ شیرازی و از گلستان و از پنج کتاب و از این گپا شروع کرد، این از امروز اول در ذهنش مثل سنگ واره میشینه، ذهنشین میشه. خصوصا اطفال. عرب ها یک مثل دارن میگه علی علم فی الصغر که نقش فی الحجر. علم در خردسالی مثل از این واره است، مثل که انسان در سنگ نوشته کرده باشه. امام ابو حنیفه علوم را به چند بخش تقسیم کرده است؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که رئیس مذهب حنفی است، رئیس شو است دیگه، پایان باز شاگردایش است. او خودش علوم به دو بخش تقسیم کرده، یکی فقه اکبر میگه و یکی فقه اصغر. اولین کسی که این اصطلاح را استعمال کرده و نام کتابش است فقه اکبر، اعتقادات فقه اکبر میگه. یعنی فقه اگر ما شما علوم اسلامی رو تقسیم بکنیم به فقه اکبر و فقه اصغر، یعنی میگیم یکی دانش بزرگ است. فقه به معنای دانش است. پس دانش بزرگ ایره امام صاحب ابو حنیفه نام گذاشته و گفته که فقه اکبر یعنی اعتقادات. و دیگه نماز و روزه و حج و زکات و معاملات و قصاص و حدود یاره کلش به نام فقه اصغر میگه. اولین نصیحت یک پدر مسلمان به پسرش چی است؟ خب این انسان حکیم وقتی که دعوت شروع میکنه از کجا آغاز میکنه برای پسر خود؟ برای پسر خود میگه که یا بنیه، ای پسره که من اولین نصیحت یک پدر مهربان برای اولادش چی است؟ با کلمات بسیار شیرین، نه با غال مغال و دشنام و چیز، برش میگه ای پسره که من، ای پسر شیرین من، ای توت جگر من، لا تشرک بالله، با الله کسی را شریک نساز. این شرک لظلم عظیم، شرک گناه بسیار بزرگ است. فرمول اعتقادی چی است؟ فرمول اعتقادی چی هست؟ گفتم فرمول اعتقادی هست که خالق الله هست و او الله ذات مهربان است و او الله ذات است که با مخلوق خود از شارع گردن کرده هم نزدیکتر است. پس اینال وقتی که تو در زیارت میری و از زیارت صاحب زیارت میگه که برای من یا خودت بچه بده یا واسطه من شو که من صاحب بچه شوم، در حقیقت امی صفت خالق بودن الله را به این مخلوق دادی و امی که صفت خالق بودن الله را به یک مخلوق دادی، در صفت خالق مخلوق شریک کردی و شرک شریک کردن مخلوق در یکی از خصوصیت های خالق است. خود شرک چی است؟
در ذاتش شریکش کردی، در صفاتش شریکش کردی یا در عبادتش شریکش کردی، شرک شد. و انسانی که کارا میکنه از دیدگاه عقیده اسلامی در صف مشرکین داخل شد. آیا مردمان عصر اول ادعا کرده اند که ما برای کسی فرزند میدهیم؟ هیچ کسی ادعا را نکرده، نه پیغمبر سمی ادعا را کرده، نه صحابه کرام ابوبکر صدیق یا عمر فاروق یا عثمان یا علی یا حسن یا حسین یا بلال یا شاهد و شمشیره. هیچ کسی از مسلمان های عصر اول ادعا را نکرده که ما بر کس بچه میتم. این ما هستیم که محبت افرادی غلط داریم، صفت خالقه بر یک مخلوق دادیم، مثل خاطر مشکل پیدا شد. عقیده را در لغت تعریف کنید. علامه ابن فارس چی میگن؟ اونا علما میگن عقیده از کلمه عقد گرفته شده. عقد گرفته شده و خود کلمه عقد به معنای بستن است. گری را عقده میگن. یک نفر میگه بسیار یک نفر عقدمند است. چرا میگن عقدمند است؟ به خاطر از اینکه امی خون از او در داخل چی شده؟ گری خورده، امی افکار زشت بسیار برش یک عقده پیدا کرده. عقیده در زبان عربی به چند معنی آمده است؟ پس کلمه عقد در زبان عربی هم به حساب معنویت استعمال میشه، هم به حساب مادیت استعمال میشه. آیا عقد در چیزهای معنوی استعمال می شود؟ در چیزهای معنوی هم عقد استعمال میشه. مثلا میگن عقد نکاح، یعنی بستن رابطه بین دو شخص. چرا عقیده را عقیده گویند؟ به خاطر از اینکه تو رابطه ایت با خالق متعال بسته میکنی. اینا کسی که درس عقیده نخوانده رابطهش با خالق بسته هست یا نیست؟ نیست. پس او همیشه مخالف عقیده است. از این صفت خدا که گپ زدی کتت مخالفت میکنه، از توحید عبادت گپ زدی کتت مخالفت میکنه. چرا؟ چون او عقیده در درسای عقیده نشیشه، از این خاطر رابطهش با خالق بسته نیست. از این خاطر عقیده را عقیده میگن. به خاطر از که کسی که درس عقیده میخوانه، در مجلس عقیده میشینه و عقیده خدا مطابق قرآن و سنت میسازه، رابطه خدا مستحکم بسته میسازه با کی؟ با خالق متعال. عقیده را در اصطلاح به چند نوع تعریف می کنند؟ عقیده را در اصطلاح علما دو قسم تعریف میکنند. یکی تعریف عام است که هر عقیده را شامل میشه و یکی تعریف خاص است که مخصوص به عقیده اسلامی هست. عقیده عام را تعریف کنید. عبارت از امور است که نفس آن را تصدیق نمیده و قلب به آن اطمینان حاصل میکنه و در آن شک و شبهه نباشه. اله کی است؟ اله کی است؟ اله کسی است که عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. هم عبادت میشه و هم قانونش تطبیق میشه. کی مستحق عبادت است؟ لا اله نیست هیچ کسی که مستحق ازی باشه که عبادت شوه، به او رکوع شوه، سجده شوه، بر از او نماز خوانده شوه، بر از او نظر شوه، بر از او قربانی شوه. کل از اینا نفی میکنی. و نیست هیچ کسی که قانون از او تطبیق شوه که چی حلال است، چی حرام، چی جایز است، چی ناجایز است، چی خوب است و چی بد است. الا الله. باز اینجا استثناء میشه که فقط الله سبحانه و تعالی. یکی از شرایط سیاست چی است؟ یکی از شرایط سیاست چی است؟ تطبیق قانون است. اینا تو قانون الله را تطبیق میکنی یا تا قانون غیر الله را تطبیق میکنی؟ پس اگر قانون الله را تطبیق میکنی در سیاست داخل شدی. شراب حلال است یا حرام؟ شراب حلال است یا حرام از دیدگاه کلمه این اله تعیین میکنن. ما میگیم که لا اله نیست کسی که برای ما خوب و خراب و حلال و حرام تعیین بکنه الا الله. الله تعیین کرده، خلاص. الله برای ما تعیین کرده که شراب حرام است. طاغوت کی است؟ طاغوت کی است؟ کسی است که ضد قانون خالق قانون میسازه. کمونیسم طاغوت است. این طاغوت احیانا فرد میباشه، احیانا یک گروپ و یک فکر و یک اندیشه میباشه. طاغوت یا یک شخص میباشه مثل فرعون. فرعون یک طاغوت بود، هامان یک طاغوت بود، نمرود یک طاغوت بود و شداد یک طاغوت بود. ان و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله
اول با کی باید تو کافر شوی؟ با طاغوت. هر کسی که قانون ضد قانون الله میسازه. دموکراسی قانون ضد قانون الله هست، چون اینجا حکم مردم است، توسط مردم، بالای مردم، قانون مردم میسازن، قانون قرآن نیست. اول باید با کمونیسم کافر شوی، اول باید با سوسیالیسم کافر شوی، اول باید با کپیتالیسم کافر شوی، اول باید با نشنالیسم کافر شوی. و ما یکفر بالطاغوت، این طواغیتی که به شکل یک اندیشه هست یا به شکل یک فرد است، به این کافر شوی. و یؤمن بالله، سپس به الله ایمان آورد. فقد استمسک بالعروة الوثقی، او وقت به عروة الوثقی که قرآن است چنگ زدن. ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وحسن أولئك رفيقا. محمد رسول الله الحي القيوم. نام اول عقیده چیست؟ اول نامش عقیده یا اعتقاد یا عقاید است. زیادتر اگر دیده باشین در مکاتب و در اینجا به نام عقیده یا عقاید یا علم اعتقاد این تدریس میشه. عقد به چی معنا است؟ عقد به معنای ربط دادن است. قلب این مسلمان با خالقش ربط پیدا میکنه. نام دوم عقیده چیست؟ نام دوم دیگه عقیده چی هسته؟ ایره علم توحید میگن. توحید ایره علما میگن تسمیه کل به اسم جز است، چون در عقیده بسیار چیزا شامل است، لکن توحید یکی از اساسات و ارکان مهم علم عقیده هست. به این خاطر یکی از نامهای عقیده چی هسته؟ توحید است، یعنی یکتاپرستی. چون در علم عقیده وحدانیت خالق بیان میشه، یکتاپرستی خالق بیان میشه. این بیان میشه که تو با خالق چه قسم ارتباط داشته باشی، صفات از او را چه قسم بشناسی، افعال از او را چه قسم بشناسی، چه قسم بر از او عبادت بکنی، چه قسم عبادت غیر از او را نفی بکنی. این کل ازیا در علم عقیده و در عقاید است و در این کورس عقیده ما درس میخواد. نام سوم عقیده چیست؟ نام دیگه عقیده که در کتابای ما و شما آمده به معنای سنت آمده یا نوشته است که عقیده اهل سنت. چرا کلمه اهل سنت استعمال میکنن؟ به خاطر از اینکه یکی اهل سنت است و یکی اهل بدعت است. هر کسی که از سنت پیروی نمیکنه او از بدعت پیروی میکنه. یا اهل سنت هستی یا اهل بدعت هستی. سنت آن چیزی که روش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. لا اله الا الله. وقتی که ما میگیم لا اله الا الله این هدف دین شد. نام چهارم عقیده چیست؟ دیگه نام از نامهای عقیده اسلامی اصول دین است. چی است؟ اصول دین است. یکی اصل دین است، یکی فرع دین است. نماز فرع است، روزه فرع است، زکات فرع است، جهاد فرع است، دعوت فرع است، حج فرع است. اصل دین عقیده است. نام پنجم عقیده چیست؟ دیگه از نامهای عقیده فقه اکبر است. گوش کنین کسانی که ادعا میکنین که ما پیروان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستیم. گوش کنین که در افغانستان چقدر دروغ میگن، حنفی نیستن. امام ابو حنیفه صاحب بسیار لکس بود. یک روز یک نفر 16 تا چپن پوشیده و میگه ما حنفی هستیم. امام صاحب ابو حنیفه 16 تا چپن نپوشیده بود. تو یک ماست که خدا نششتی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کسایی که خواندن و ما خواندیم مکمل زندگیشه. اول در جوانی خود تجارت میکرد، تجارت تکه بود. تجارت تکه میکرد. بزرگترین تجار در منطقه خود بود. پیسه‌دارترین نفر در منطقه خود بود.
سر شاگردای خودش مصرف میکرد. و تو کورس نساخته بود که از شاگردها پیسه بگیره، بلکه بر شاگردای خود مصرفشان ای میداد. بهترین لباس، بهترین تجارت، بهترین تقوا داشت، بهترین فهم از دین داشت. نام ششم و هفتم عقیده چیست؟ دیگه از نامهای عقیده چی است؟ شریعت است. چون شریعت شامل اعتقادات میشه، شامل اخلاقیات میشه، شامل عبادات میشه، شامل احکام فقهی و نظامهای اسلام میشه. از این خاطر یکی از نامهای شریعت هم است. و یکی از نامهای عقیده چی است؟ ایمان است. به خاطر از این ایمان میگن چرا در عقیده ایمان است. آدمی که عقیده خوان او ایماندار است و آدمی که عقیده نخوانده او بی ایمان است. هر قدر که دعوای ایمانداری بکنه ایماندار نیست. چطور تو میتونی مثلا آب نشناسی؟ چطور میتونی تو درباره ازی بگی که والا من آب نمیشناسم لکن من ساینسدان هستم؟ از چی ترکیب شده؟ H2O را میفهمی؟ چی معنا؟ چرا تو هست و چرا او هست؟ ایره کس نمیفهم، باز میگه والا سه من کیمیادان هستم. دروغ میگه. وقتی که ترکیب آب نفهمید بازو بگه من کیمیادان هست. یک کس عقیده را نمیفهمه، فرمول های عقیده را نمیفهمه و میگه من ایماندار هستم. از کجا گرفتی ایمانت؟ از همین 4 تا کتاب های شعر؟ از کتاب شعر تو ایمان؟ آیا او کتاب شعر است یا کتاب ایمان است؟ حداقل عقل داری. آیا یک نفر بگی برو یک کتاب کیمیا بخر، او میره کتاب ادبیات هم میخره؟ خب میره باش میگه بیادر کتاب کیمیا داری، او باش بگه که میره کتاب شعر بخون. میگه بیادر خود کتابش ادبیات است. من ادبیات کار ندارم، من کیمیا کار دارم. حال تو ایمان کار داری. ایمان در کجا هست؟ در کتاب های ادبیات یا در قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ نام هشتم عقیده چیست؟ عنوان دیگه درس ما که است اصول عقیده اسلامی هست. اصول عقیده اسلامی. کسانی که علم عقیده نخوانده اند قلب آنها با کی ارتباط پیدا می کند؟ و کسایی که علم عقیده نخواندن قلب از آنها با مخلوق ارتباط داره. حتی اگر این مخلوق پیغمبر باشه یا از اولاده پیغمبر باشه یا ملائکه باشه، در قسمت از او افراط و تفرید صورت میگیره. الله سبحانه و تعالی به رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ و پیغمبر هم الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ قل بگو که ان صلاتی، نماز من، و نسکی و تمام مناسکی که من انجام میدم، و محیای و زندگی من و مماتی و مرگ من لله رب العالمین، کلش بر الله هست. علم عقیده را چرا عقیده میگویند؟ پس این علم عقیده چرا میگه که ربط میته قلب تو مؤمنه با خالقت. و کسانی که این علم نخواندن، شاید فقه بسیار خوب خوانده باشه، شاید شعر بسیار خوب دکلمه بکنه، خوب شعر بفهمن، شاید خوب ادبیات خوانده باشه، لکن چون علم عقیده را نخوانده به شکل از اشکال شیطان قلب ازیره ربط میته به یک مخلوق. اینمی کار شیطان است. قلب ما با خالق ارتباط داشته باشه یا با مخلوق؟ با خالق. وقتی که میگیم قلب ما باید با خالق ارتباط داشته باشه، باید علم عقیده را بخونیم. و اگر میخوایم قلب ما با مخلوقات ارتباط پیدا بکنه، باز شخصیت ها را بخونیم. در مردم افغانستان یک مشکل بزرگ چی است؟ حال در افغانستان ما شما یکی از مشکلات بزرگ چی است؟ هر شخصیت سیاسی و اجتماعی و اسلامی را مردم خوب میشناسن. هر شخصیت. نامایشان من نمیگیرم، لکن وقتی که درباره یک شخصیت بگویی کلگی بسیار مردم را میشناسه. برش بگو که یک ساعت درباره ازو گپ بزن، میگه گپ میزنم. اما برش بگو که 10 دقیقه درباره او توحید گپ بزن، 10 دقیقه گپ زدن نمیتونه. چرا؟ از عقیده دور است. همین مشکل مردم ما و شماست. از این خاطر چطور میتونی او کسی که قلبش وابسته به یک مخلوق است، او را قلب از او را به خالق وابسته بسازی؟ خلاص راه خود تعیین کرده. از این خاطر انسان پرست یافت میشه در افغانستان، قبر پرست یافت میشه، پیر پرست یافت میشه، ملام پرست یافت میشه، مولوی پرست یافت میشه، رهبر پرست یافت میشه.
خدا را پیش ریش دو بزنی کار نمیشه، اما رهبرش اگر دو بزنی کت سنگ در دانت میزنه. مگه تو چطور این رهبر مرا حداقل یک کلمه زشت در مقابلش استعمال کردی؟ از این خاطر اگر فکرتان باشه، حالا آهسته آهسته بت پرستی، رهبر پرستی شروع شده. مجسمه های رهبرا را میبینین که آهسته آهسته جور شده میره. پدرش جور میکنه، بچهش بازو را رنگ مالی میکنه، نواسش بازو را برش قربانی میکنه و کواسش سجده میکنه. اونم مثل زمان نوح علیه السلام باره. کسانی که ذات خالق را نمیشناسند چی مشکلی برای آنها پیدا می شود؟ مشکل ما این است که ذات خالق نمیشناسیم، صفاتش نمیشناسیم. چون صفت خالق نمیشناسیم، صفت خالق برای مخلوق میتیم. مثلا اجابت کننده دعا کی هست؟ مجیب، المجیب الله هست. دعای ما را الله اجابت میکنه. خیلی چرا ما دست دعا به مخلوق بلند میکنیم که او شاید شمشیره برای ما بچه بتی؟ امی که دست بلند میکنی برای شاید شمشیره که بچه بتی، در حقیقت این صفت مجیب خالق برای کی دادی؟ برای شاهد شمشیره دادی. میگی او اجابت میکنه. چرا روی تو به طرف قبله نمیکنی؟ نمیگی که یا الله برای ما پسر بتی، برای ما دختر بتی، شفا بتی. تو مجیب هستی. چون صفت مجیب خالق نمیشناسیم، میریم از مخلوق اجابت دعا میکنیم و دست دعا در مقابل یک مخلوق بلند میکنیم، چی زنده باشه چی مرده باشه. چرا پسر رسول الله صلی الله علیه و سلم در آغوشش وفات میکنند؟ چرا بچه پیغمبر در آغوش خودش وفات میکنه؟ به خاطر که برای ما بفهمانه که پیغمبر اگر شفا داده میتونست، پس بچه خودش شفا میداد. بچه دست خودش وفات میکنه، بچه جوان نداره. پس معلوم میشه که پیغمبر شفا دهنده و خلق کننده نیست. خالق و شافی الله هست. پیغمبر رسول الله هست، فرستاده الله هست و احکام الله را بر مردم بیان میکنه و عقیده توحید بر مردم بیان کرده. ما باید از روش کی استفاده کنیم؟ از سنت عملی و تطبیقی که استفاده بکنیم، از تقریر که استفاده بکنیم، از قول و فعل تقریر که استفاده بکنیم. محمد رسول الله جز دوم کلمه هست که ما باید از روش رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده بکنیم. کی میتواند کتاب الله سبحانه و تعالی را خوب تطبیق کند؟ پس وقتی که محمد رسول الله هست، پس فرستاده الله هست. فرستاده الله میتونه که کتاب الله را بیشتر تعریف بکنه و تشریح بکنه و بیان بکنه و او خوبتر میتونه تطبیق بکنه. عقیده به چی معناست؟ عقیده اهل سنت چی معنی؟ یعنی عقیده که مطابق عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اما کسایی که اهل سنت نیست در مقابل چی آمده؟ در مقابل اهل بدعت آمده. چرا اهل بدعت چی کردن؟ عقیده خدا به نام اشخاص آوردن. موسویت به طرف موسی انتقال شد. ببین نام الله فراموش شد. عقیده موسویت، عقیده عیسویت، عقیده فلانی مرجعه، عقیده فلانی، نام های اشخاص دیگه آوردن. لکن علمای اسلام گفتن نخیر، عقیده درست عقیده قرآن است، عقیده درست عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یگانه قلبی که پاک بود قلب کی بود؟ یگانه قلبی که پاک بود قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چرا پاک بود؟ به خاطر از اینکه در 4 سالگی و 5 سالگی سن خوردش ملائکه آمدن جراحی قلبی کردن و چیزی که کثافت های که از قلب است و چیزی که حقد است و گپاس پاک صفا کردنش و با آب زمزم شستن. قلب های ما را به چیز نشستن، قلب رهبر تام نشستن. امام ابو حنیفه رحمه الله فقه را به چند بخش تقسیم کرده بود؟ او تمام فقه را 2 بخش تقسیم کرده بود. یکی فقه اکبر و یکی فقه اصغر. عقیده اسلامی چند اصول دارد؟ عقیده اسلامی 3 اصل داره. عقیده اسلامی در اصل 3 بخش تقسیم شده، 3 اصل داره. یکی اصل ایمانی هست. اصل ایمانی، اصل اول چی است؟ اصل ایمانی است. اصل دومش اصل عملی هست. در عقیده عمل است، فکرتان باشه، من براتون میگم. و اصل سومش اصل اخلاقی است. در عقیده اخلاق هم است. اصل عملی چند بخش دارد؟ اصل عملی 2 بخش دارن. اصل عملی چند بخش دارن؟ یکی تخصیص عبادت به الله، دومش تطبیق قانون الله. الله الله الله
القيوم يا سبحان الله. در عقیده قرآن و سنت معلوماتش چی است؟ علما میگن که میفهمیم که در عقیده قرآن و سنت معلوماتش چی هست. معلوماتش ذات خالق است، صفات خالق است، افعال خالق است، اسمای خالق است، عبادت خالق است. ضرب المثل های مبتذل چی حکم دارند؟ مثل میگن که اگر علما خیرات کنن باز یک ملائکه در آسمان دول میزنن. همین ضرب المثل بسیار در افغانستان مروج است، ما از خاطره که میشونیم. در اینمی جمله که در افغانستان استعمال میشه که اگر ملا صاحب خیرات کنه یک ملائکه در آسمان از دول میزنه، دایی دو بی‌ادبی است که اردوش سبب کفر میشه. دو کفر است دایی. یک کفرشی است که ملائکه‌ای که معصوم است. دول شما کتابای فقه را بخوانید، ما در فقه خواندیم در مذاهب چارگانه، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. علما میگن که امی دول و سرنه و طبله و توله یا وسایل فسق است، خرید و فروشش حرام است. یکی تو موسیقی میزنه و را خود میگن که خب حرام است، لکن خود وسیله موسیقی را میگن وسایل موسیقی که است وسایل فسق است. فقها میگن بناهن میگه این مثل شراب واره، خرید و فروشش حرام است. مسلمان حق نداره طبله بخره، مسلمان حق نداره جاز بخره، مسلمان حق نداره مثلا هارمونیا بخره، مسلمان حق نداره این وسایل بخره. چرا میگن این وسایل فسق است؟ خب ما گپ سر از اون موسیقی هدف ما نیست. چطور و کسی که میگه آوازخوانی میکنه و موسیقی میکنه این در جمله فاسقا حساب میکنن. فاسق است، حکمش فاسق است، به شرطی که حلال نگوی. اگه باز حلال گفت کافر میشه. حاجت و ضرورت به عقیده از چی مهم است؟ علما چی میگن؟ میگن حاجت و ضرورت به عقیده حتی از اکسیژن برای یک انسان مهمتر است. عقیده چرا عزت زیاد دارد؟ در بعض علوم نجات دنیا هست. طب تو را طالب قبر میبرن، اما در قبر دکتر که تو کار نداره. وقتی که مردی دکتر میگه الله ببرنش در مرده خانه. انجینیر تا وقتی که زنده هستی برات بلند منزل جور میکنه، روزی که مردی بلند منزل گلمش جمع شد. ژورنالیست تا وقتی که زنده هستی که ازت مصاحبه میکنه، وقتی که مرده بودی میگمش که مرد دوستنش کن. اما عقیده سعادت دنیا و آخرت نصیبه. پس در عقیده توحید سعادت دنیا و آخرت است و نجات در دنیا و آخرت است. کمونیست را چرا کمونیست میگویند؟ کمونیست چرا کمونیست میگن؟ میگه کم میشه انشاءالله و نیست میشه. این کمونیست ها زیادتر فکایی دیده میشن ما، چون که اتشان زیاد در مجلس هایشان دیدیم، خصوصا در جای زیاد از در افغانستان. همی بدبخت هستن در دنیا به خاطر چی که سر الله فکایی میگن، سر پیغمبر فکایی میگن، رشخند میزنن. انما نحن مستهزئون، ما رشخند میزنیم. همی استهزا و مقدسات ایره کی میکنه؟ انسانی که خالق خدا نشناخته باشه. کدام قلب سالم است؟ قلبی که بیادب در مقابل خالق باشه یا قلبی که خالق خدا بشناسه؟ ملائکه را بشناسم، کتاب‌های آسمانی را بشناسم، صحابه کرام سبحان الله بشناسم، عظمت و عزت صحابه کرام بشناسم. و وقتی که اینا را شناخت
محبت قلبی با اینا داشته باشه، باز اونو هست که قلب سلیم داره. عظمت عقیده در چیست؟ از عقیده عظمتش دهی است که قلب از امراض کفر، نفاق، جهالت نجات میده و در روز قیامت کسی نجات پیدا میکنه که قلب سالم داشته باشه. قلبش از چی سالم باشه؟ از مرداری ها و کثافت های کفر، از مرداری و کثافت شرک، از مرداری و کثافت و ویروس ها و مکروب های منافقت، از کثافت و مکروب ها و ویروس های احزاب شیطانی و شیطان پرستی. از یا قلبت پاک میشه، قلبت با قالبت به خالق تسلیم میشه. خوف چیست؟ خوفی است که تو از عدالت خالق متعال در حذر باشی. اگه من مال کس را بخورم، در روز قیامت الله به اساس عدالتش مرا محاسبه میکنه. ما که نمازهای ما قضا کردیم و اون نفر که همیشه 5 وقت نماز خوانده، آیا ما وضو سرنوشتم یکی خواد بود؟ عدالت الهی تقاضا میکنه که کسی که نمازهای خود 5 وقت در جماعت خوانده و این کسی که جماعت نخوانده او وزی که در پیشتر در جنت بره. تو هم برو خو یک چند روز در پل صراط یک چند ماه تیر کن، در توقیف یک چند وقت باش. عدالت میره تقاضا میکنه. و کسی که در مقابل دشمنای اسلام می جنگه و 72 ساعت خواب نداره و تو 72 ساعت است که موسیقی میشنوی، باز تو هم امیدوار از کسی که در جنت میری او هم بره. نه، فضل الله المجاهدین علی القاعدین. مجاهد و کسی که در زیر ضربات دشمنای اسلام لحظه به لحظه گوشتش سیاه میگرده، استخوانش به درد میه، در جبهات است، او با یادمه که قشیشته قاید است و چکر میزنه و خنده میکنه و هنوز عدالت الله تقاضا اجرا میکنه. پس قلب مسلمان در خوف میباشه از عدالت الهی و با امید میباشه بر رحمت الهی. قوت عقیده سبب چی میگردد؟ قوت عقیده سبب قوت عمل میگردد. قوت عقیده سبب قوت عمل میگردد. منفعت عقیده چی است؟ اینی از منفعت عقیده که عقیده قوی داشتی قرآن هم صحیح خوانده میتونی. عقیده ضعیف داشتی اما قرآن هم غلط تفسیر میکنی، مثل علمای بنی اسرائیل. عقیده قوی تو را از حرام نگاه میکنه. چرا رشوت میخوریم؟ عقیده ما ضعیف است. چرا سود میخوریم؟ عقیده ما ضعیف است. اگر سود نخورم، اگر رشوت نخورم تباه میشم. اولادای غذای خود چطور کنم؟ فهم عقیده سبب چی می شود؟ فهم عقیده سبب تقویت در تصمیم گیری ها میشه. هر تصمیمی که در زندگیت میگیری که حلال بخورم، حرام بخورم، جایز باشه، ناجایز باشه، کجا برم، چی کنم، چی نکنم، این تصمیم گیری کلش تعلق میگیره به عقیده. عقیدت ضعیف بود، تصمیمت ضعیف است. عقیدت قوی بود، تصمیمت قوی است. چرا امروز مردم به دینهای فاسقانه می روند؟ چرا امروز مردم کمونیست میشن؟ مشکل عقیده داره. چرا دموکرات میشن؟ مشکل عقیده داره. چرا شیطان پرست میشن؟ مشکل عقیده داره. چرا نصرانی میشن؟ عقیده توحید نمیفهمن. امیال دمی احزاب نشنالیستی آل فلانی قوم پرست است، پشتون قوم پرست است، تاجیک قوم پرست است، ازاری قوم پرست است، ازبک قوم پرست است، عرب قوم پرست است، عجم قوم پرست است. چرا قوم پرستی میکنیم؟ به خاطر که ان اکرمکم عند الله اتقاکم معنیش نمیفهمیم. عقیده ما عقیده قرآنی نیست، از این خاطر قوم پرست هستیم. شرف علم عقیده از چی معلوم می شود؟ علما میگن که همیشه شرف علم از شرف معلوم میشه. چی معنی؟ مثلا هر علم یک معلومات داره. طب معلوماتش درباره وجود انسان است. مثلا انجینری
معلوماتی که بر ما میده در قسمت ساختمانی و سیول و برق و این گپا بر ما معلومات میده. این هر علم منزلتش که چقدر عالی است، رتبهش بلند است یا پایین است، اول نمره است، دوم است، سوم است، چهارم است، این کلش از چی معلوم میشه؟ شرف علم نظر به معلوماتی که در او علم میگیریم چی معلومات میده، شرف از او معلوم میشه. الله الله. ما وقتی که درس عقیده میخوانیم اولین مصدر ما قرآن. القیوم یا سبحان الله. اولین مصدر عقیده چیست؟ ما وقتی که درس عقیده میخوانیم اولین مصدر ما قرآن عظیم الشان است. از این خاطر نامش ماندیم که عقیده در قرآن و سنت. اولین مصدر ما، اولین مرجع ما، اولین رفرنس که ما از او استفاده میکنیم قرآن عظیم الشان است. آیا قرآن یک مصدر سالم است یا غیر سالم است؟ بر کل امت اسلام معلوم است که اینمی عقیده قرآن عظیم الشان محفوظ است. اولین مصدری که محفوظ است چیست؟ مصدر اول که قرآن عظیم الشان است، ایره کی تایید کرده؟ ایره الله سبحانه و تعالی حفظش تایید کرده و گفته ما قرآن نازل کردیم و ما او را حفظ میکنیم. دومین مصدری که محفوظ است چیست؟ دومین مصدری که ما گفتیم او هم پیش ما محفوظ است، احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم. دومین مرجع سلامتی مصدر عقیده چیست؟ پس دومین مرجعی که سلامتی مصدر گفتیم در عقیده چی است؟ احادیث صحیحه هست. برادر ما همیشه میگیم احادیث صحیحه. از خدا بترس. حدیث پیغمبر تا وقتی که برات ثابت نشده که حدیث صحیح است بر مردم روایت نکن، قصه نکن. اولین ویژگی عقیده در قرآن و سنت چیست؟ اولین ویژگی عقیده قرآن و سنت چی است؟ سلامتیه. اما دیگاهی که است مصدرش چی نیست؟ سالم نیست. یا مصدرش فلسفه است. از گپ افلاطون بگیره. آیا و افلاطون بیچاره مو را گفته یا نگفته؟ دومین ویژگی عقیده در قرآن و سنت چیست؟ دومش اعتماد این عقیده به قرآن و سنت است. مصدرش دومش اعتمادش. ما سر دیگه چیز اعتماد نمیکنیم. ما فقط عقیده خود از قرآن عظیم الشان و از سنت صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم این اعتماد میکنیم. علما میگن که برادر آخری امت جور نمیشه مگر به آنچه که اولی امت جور شد. اول امت به نظریات افلاطون و ژان ژاک روسو و سقراط و از یا جور شد یا به قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم. سومین ویژگی عقیده در قرآن و سنت چیست؟ سومی خاصیت عقیده اسلامی در چی هست؟ تسلیمی به نصوص قرآن و سنت است. تسلیمی اولش فکرتان باشه باید سلامتی مصدر بود، دومش اعتماد بود، سومش تسلیمی هست. وقتی که ما عقیده قرآن و سنت هم میخونیم فقط به قرآن عظیم الشان و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و تسلیم هستیم. لکن بسیاری کسای دیگر شما ببین آیا همین سه چیز دارن؟ آیا تسلیم میشه به حدیث رسول الله صلی الله علیه و آیا به آیت قرآن تسلیم میشه؟ یک نفر از ابوبکر صدیق دشنام میتن انا لله و انا الیه راجعون. عمر فاروق دشنام میتن لعنت میگه. صاحب لنگی چی میگه و چپن چی میگه و عبا چی میگه و قبا چی میگه؟ برش میگه مو برادر یکمه که از خدا بترس، آیت قرآن بخوان. کدام آیت قرآن؟ این قرآن است. به ایمان داری؟ ایمان دارم. تحت شجره چی مانا؟ زیر درخت بیعت رضوان. چند نفر بودن؟ 1400 نفر. در 1400 کی بود؟ ابوبکر صدیق بود. نبود؟ عمر فاروق بود؟ نبود. 1400 مهاجرین انصار. حالا اینجا الله تباری از چی گفته؟ عن المؤمنین گفته یا عن الکافرین؟ عن المؤمنین. پس قرآن میگه مؤمن بودن. تو سر یک مؤمن لعنت میگی؟ تعصبش اجازه نمیده تسلیم شه.
الله میگه لقد رضی الله، یقینا، لام و قد، یقینا و یقینا که الله راضیش شده. الله از پیشش راضی است و مؤمن هم گفته ما تو را چی؟ نه بابایی ترس، نه بابایی ترس، نه بابایی ترس. آخر گفتیم برادر برو خداوند هدایتت کنه. پس سومی مسئله چی است؟ چی است؟ تسلیمی به نصوص قرآن و سنت. تا که به قرآن، آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و تسلیم نشی، تو عقیده در قرآن و سنت را میگه. چهارمین ویژگی عقیده در قرآن و سنت چیست؟ چهارم خاصیتش موافقت این عقیده با فطرت و عقل سلیم. موافقتش با فطرت و عقل سلیم. فطرت سالم انسانی وحدانیت الله را تایید میکنه و عقل سالم این را تایید میکنه. پنجمین ویژگی عقیده در قرآن و سنت چیست؟ پنجمیش واضح و آشکار است، دیگه هیچ لبس نیست، واضح و آشکار است. پنجمیش سلامتی است، تناقض است، تناقضات وجود نداره. خدای واحد، پیغمبر، ایمان داشتن به پیغمبر، اخلاق ساخت، یس. ششمین ویژگی عقیده در قرآن و سنت چیست؟ این عقیده سبب ظهور، نصرت و کامیابی دارین است. اینمی عقیده قرآن و سنت است که پیغمبر گفته که نجاتت میده. هفتمین ویژگی عقیده در قرآن و سنت چیست؟ دیگه چی است؟ این عقیده پیغمبر است و عقیده صحابه پیغمبر است. از این خاطر اینه میگن عقیده اهل سنت و جماعت. چرا اهل سنت میگن؟ به خاطر که با سنت و روش رسول الله صلی الله علیه و در حرکت است. و جماعت است به خاطر از اینکه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کلشان این عقیده داشتن و به میره روان هستین. و این عقیده است ان شاء الله عقیده باقی است، ثابت است و مستقر است و جهانی است. عقیده قرآن و سنت در کل دنیا میچله. عقیده شوله و پله و خیرات و گدایی در کل دنیا نمیچله. شاید شوله شیرین در افغانستان بچله، لکن شوله شیرین که از در مثلا در هندوستان یا مثلا کسی در فرانسه، مسلمان فرانسوی به نام شوله شیرین چیزی رو نمیشناسه، به نام سمنک چیزی رو نمیشناسه. اما وحدانیت الله را، وجود الله را، اسما و صفات الله را کل از این میشناسه. از این خاطر اینی هست ویژگی های عقیده اسلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اصطلاح فقهی برای کی است؟ شناخت اصطلاح القيوم يا سبحان الله. شناخت اصطلاح فقهی برای کی است؟ شناخت اصطلاحات اسلامی بسیار برای یک مسلمان مهم است. با انسانهای بیدین در روز قیامت چی می شود؟ انسانهای بیدین در روز قیامت وضعیتشان خراب است. از این خاطر مالک یوم الدین. این ضرب المثل عربی چی معنا دارد؟ یک ضرب المثل عربی است، میگه کما تدین و تدان. اونمو قسم که معامله میکنی که مردم در دنیا، اونمو قسم جزا و پاداش داده میشه. معنای اول دین چی است؟ دین در لغت به چند معنا میه. اول معنایش به معنای جزا و پاداش است. دین به معنای چی است؟ جزا و پاداش است. میگم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین چرا میگه؟ میگم مالک روز جزا. چرا روز قیامت روز دین میگویند؟ به خاطر که روز قیامت روز دیندار است. بیدینا در بدر است. روز قیامته. چرا روز دین میگن؟ به خاطر از اینکه روز قیامت روز دیندار است. انسان‌های بیدین در روز قیامت وضعیتشان خراب است. از این خاطر مالک یوم الدین. پس یوم الدین که میگه، خود دین به معنای حساب است. یعنی در دین هر چیز محاسبه میشه. لباست محاسبه میشه، ریشت محاسبه میشه، کلمه گپ وقتی که میزنی محاسبه میشه، اخلاقت محاسبه میشه، اعتقادت محاسبه میشه.
لحظاتی که در مسجد تیر کردی این هم محاسبه میشه و لحظاتی که در سینما تیر کردی او هم محاسبه میشه. صفت انسان زیرک چی است؟ دوم صفت انسان زیرکی که پیغمبر اصلا معرفیش کرده چی است؟ که عمل لما بعد الموت، برای ما بعد از مرگ خود عمل کرده. برای دنیا هر کس کار میکنه، برای دنیا خفه نشین، گوسفند هم کار میکنه، مرچه هم برای دنیا خود کار میکنه. این مرچه بیچاره 24 سال کنی به خاطر دنیا کار میکنه. پس اگر تو تنها برای دنیا کار کنی، فرق بین ما و مرچه چی هست؟ اگر من تنها برای دنیا خود کار کنم، همین حیوانات هم برای دنیای خود کار میکنیم. صبحی از مبرایه تا که پس یک چیز پیدا کنه بیاره به خانه خود برای چوچای خود بتن. دومین صفت انسان زیرک که رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را معرفی کرده چی است؟ دوم صفت انسان زیرکی که پیغمبر اصلا معرفیش کرده چی است؟ که عمل لما بعد الموت، برای ما بعد از مرگ خود عمل کرده. برای دنیا هر کس کار میکنه، برای دنیا خفه نشین، گوسفند هم کار میکنه، مرچه هم برای دنیای خود کار میکنه. این مرچه بیچاره 24 سال کنی به خاطر دنیا کار میکنه. پس اگر تو تنها برای دنیا کار کنی، فرق بین ما و مرچه چی هست؟ اگر من تنها برای دنیای خود کار کنم، همین حیوانات هم برای دنیای خود کار میکنیم. صبحی از مبرایه تا که پس یک چیز پیدا کنه بیاره به خانه خود برای چوچای خود بتن. معنای دوم دین چی است؟ به معنای حساب است. مالک یوم الدین، مالک یوم الحساب، این قسم هم تفسیر میشه. پس یوم الدین که میگه، خود دین به معنای حساب است. یعنی در دین هر چیز محاسبه میشه. لباست محاسبه میشه، ریشت محاسبه میشه، کلمه گپ وقتی که میذاری محاسبه میشه، اخلاقت محاسبه میشه، اعتقادت محاسبه میشه. لحظاتی که در مسجد تیر کردی این هم محاسبه میشه و لحظاتی که در سینما تیر کردی او هم محاسبه میشه. انسان ساده کی است؟ ولی عاجز، میگه خیلی آدم عاجز و بیعقل کی هست؟ ساده. ضد زیرک چی است؟ ساده لو. دیگه او کی است؟ عاجز است انسان. من اتبع نفسه هواها، کسی که خواهشات نفسی خودم مطابقت کرد. نفسش میگه سینما برو، نفسش میگه عاشق شو، نفسش میگه برو شراب بخور، نفسش میگه در درس دین چی میکنی میری، نفسش میگه چی میکنی در عروسی اسلامی میکنی، نفسش میگه که کت علما دشمنی داشته باش، نفسش میگه یگان چوکی پیدا کن، نفسش میگه برو کت خارجی ها پروتکل کو پیسه بده، نفسش میگه. پس این هوا و خواسته های نفس است. پس انسان عاجز و ضعیف کی هست که مطابقت از هوای نفس خود میکنه؟ و تمنى علی الله الامانی. باز صفت دوم انسان بدبخت چی هست؟ آدم جاهل و آدم ساده‌لو از یک طرف خواهشات نفسانی خود برآورده میسازه و از طرف دیگه باز میگه و تمنى علی الله الامانی، باز بر بالای خداوند بسیار تو آرزوهای قوی می داشته باشه. بیادر خدا لک بخش است. معنای سوم دین چی است؟ دینته، عرب ها میگن دینته و دینت له، یعنی اطاعتش کردم. پس اطاعت الله در چی میشه؟ ما که میگیم دیندار هستیم، اطاعت الله در قانون الله میشه، در نظام الله میشه، در سیاست الله میشه، که سیاست رو که برای ما چیز کردن، بیان کردن. معنای چهارم دین چی است؟ دیگه معنای دین به معنای عادت و شان است. مثلا ما زال ذالک دینی، میگه والا تابال عادت من همین قسم است. معنای پنجم دین چی است؟ دیگه معنای دین به معنای قانون و نظام است. اینی بسیار مهم است برادرها، که بسیاری کسا در این نقطه بازی خورده. معنای دین به معنای نظام است، به معنای قانون است. هذا دیننا، وقتی که عرب ها میگه هذا دیننا، این دین ماست، یعنی این قانون ماست، این نظام ماست، این سیاست ما هست. از این خاطر وقتی که در آیت شریف میخوانیم که در قصه یوسف علیه السلام گفت که ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، میگه شایسته نیست که این برادر یوسف بعد عوض از او برادر دیگهش بگیره. او برادر خوردش ظرف در بین امو گندم بود،
برادرش گفتن این برادر خورد ما رو نگی، یکی از برادرای کلان بگی که این پدر ما زیاد دوست داره. اونا گفت نه نه نه، در دین ملک یعنی در نظام و سیاست ملک این نیست که کسی به عوض کسی دیگه گرفته شود. هر کس مسئولیت فردی، مسئولیت متعلق به اون شخص است. هر کسی که ظرف دمو بارش یافت شده او باید بندی شود. پس ببینید اینجا دین به معنای نظام است، به معنای قانون است، به معنای سیاست است. معنای ششم دین چی است؟ دیگه معنای دین بعد از دیگه معنای دین به معنای مالکیت و سیاست است. به معنای مالکیت و سیاست است. و دینته ادینه دینا سسته. در معاجم عربی توحید را در لغت تعریف کنید. توحید علما میگن که اصلا از کلمه وحده گرفته شده. وحده که معنای وحده به معنای انفراد، یکتایی، قطع، مثل مانند، شریک و همتا می باشه. پس این در لغت است که ما مثلا میگیم که انفراد یعنی به معنای مفرد بودن و یکتایی، قطع، مثل مانند، شریک و همتا. پس وقتی که ما توحید میگیم معنای ازی هست که ما با وحدانیت الله سبحانه و تعالی عقیده داریم، با یگانگی الله سبحانه و تعالی عقیده داریم، با قطع مثل مانند که یعنی ما قاطعا عقیده داریم که الله سبحانه و تعالی در ذاتش، در صفاتش، در افعالش، در عباداتش کسی شریک نداره. ایره چی میگن؟ ایره توحید میگن. آیا کلمه وحده در قرآن آمده است؟ عنوان دادیم که کلمه وحده در قرآن کریم. در قرآن کریم کلمه وحده در چندین آیات آمده. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. میبینین اینجا کلمه چی آمده؟ وحده. فلما پس هنگامی که رأوا دیدن بأسنا عذاب شدید مرا، قالوا میگوین که آمنا بالله وحده، ما ایمان آوردیم با الله سبحانه و تعالی که ذات یگانه هست یا با وحدانیت الله ایمان آوردیم. و کفرنا بما كنا به مشرکین، و کافر شدیم با آن چیزی که ما بودیم که شرک می آوردیم. یعنی کسانی که در دنیا شرک میارن، به مخلوق سجده میکنن، به مخلوق رکوع میکنن، به نام مخلوق روزه نفل میگیرن، به نام مخلوق عبادت میکنن، در آیه شریف میگه که وقتی که اینا باز عذاب شدید الله را ببینن، باز تمام از اینا تسلیم میشن و میگن که ما ایمان آوردیم به الله و به وحدانیت و یگانگی الله. به الله ایمان داریم با وحدانیتش. بعضی کسا میگن من به الله ایمان دارم لکن توحید عبادت ندارم. اکثرا فالبینا و جادوگرا یا صفات الله را به مخلوق میتن. اینا میگن که ما موحد هستیم لکن موحد نیستن. متاسفانه و چی هستن؟ شرک آوردن، خود با الله در صفاتش شریک کردن. بعضی کسای دیگه میگن ما بسیار خوب موحد هستیم لکن به بزرگای خود سجده میکنن، به قبر بزرگای خود سجده میکنن، به قبرهای بعضی از شخصیت‌ها سجده میکنن. حتی در این مزار افغانستان حالا میگن کدام راگکش بند ساختن چند سال پیش، اما تو مردم میادن گرد قبر، اما تو چی میکردن؟ طواف میکردن. و حتی من در مدینه منوره یک کس را دیدم طواف در کعبه شریف است، منصوص و توقیفی. کعبه تنها مسلمان میتونه که در کعبه طواف بکنن، دیگر جای ما طواف کردن نمیتونیم. حتی ما دیدیم یک کسی در گرد قبر پیغمبر گرد اولی میدوید، اما تو میدوید باز که پلیس میید خودت چپ میگیره، باز اما تو میجا تو میدوید احرامم بسته کردن. این در مدینه منوره در قبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله. این بیچاره تو عراق کرده بود، خود مسجد بسیار کلان است دیگه، اون تو بده و صاحب ازی اون تو بده و چی کو طواف شروع کرده بود. امور مدینه ما اونجا گفتم توی بیچاره رسای کو که این فهمانده نشده. پس بعضی کسا حتی در بعضی از قبرها طواف میکنن. اینا میگه وقتی که اینا عذاب ما را دید، باز میفهمه که درس عقیده
با دیگه درس‌ها و مجالس چقدر فرق میکنه. من لازم بگم درس‌ها باشه و مجالس باشه و گپ‌ها باشه زود میره. در درس عقیده شیطان نمیمونه. شیطان نمیمونه. تو که جمعی کمر شیطان هم مشکنانی. از این خاطر شیطان کمرت زود میخواد بشکنانه. اینا بسیاری کساست که کمر از شیطان به شکل از اشکال شکستانده، یک بانه برش پیدا میکنه. الا استاد خوشم نمیاد، الا مسجد دور است، الا والا سه فلانی گپ پس فلانی گپ. به هر صورت آیت قرآن میره میگه که فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. سعی ما با کل از کافر شدیم. باز وقتی که به درد نمیخورم. مهم اینجا است که کلمه وحده یعنی در قرآن عظیم الشان بالله وحده استعمال شده. از این خاطر وقتی که ما توحید میگیم از دل خود جور نکردیم، بلکه کلمه است که از قرآن گرفتیم. همچنان در آیت دیگه که این آیت شریف هم در سوره غافر است، آیت 12 ده میگه ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. وقتی که مشرکین چی میشه؟ عذاب میشه. بر از اینا گفته میشه که این عذاب الله بر شما به خاطر چی است؟ اذا دعی الله وحده کفرتم. وقتی که الله با وحدانیتش دعوت میشن که او مردم الله را به یگانگیش عبادت بکنین، نکنین نظر به نام مخلوق، نکنین سجده بر مخلوق، نکنین حیوان ذبح پیش قبر مخلوق، نتین صفات الله را به جادوگر و فالبین که تو از غیب میفهمی. دیگه وقتی که الله به وحدانیتش از اینا دعوت میشد کی کارا بکنن؟ کفرتم، شما کافر شدین. این در اینجا هم سعی کنین که اذا دعی الله وحده، پس کلمه وحده و توحید اینجا آمدن. همچنان در آیت شریف دیگه هست که این در سوره الاعراف آیت 70 است. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده. اینجا همون مشرکین یا کفار بر یکی از پیغمبرها که شعیب علیه السلام بود، به فکر میکنم بر از او استدلال کردن، گفتن تو آمدی اجئتنا لنعبد الله وحده، آیا آمدی که ما الله را به یگانگیش عبادت بکنیم و نذر ما کان یعبد آباؤنا، و ما ترک بکنیم چیزایی را که پدرای ما عبادت میکردن. این آیت قرآن چی را بر ما درس میده؟ از نگاه عقیدتی که اکثرا کسایی که در کفر و در شرک و در بدعت و در اسراف و در حرام واقع میشن، علت اساسیشی است که اینا زیاد تمسک می‌ورزن با آنچه که پدرایشان کردن. اگر پدر ما فال دیده ما هم فال میبینیم، اگر پدر ما بت پرستی کرده ما هم بت پرستی میکنم، اگر پدر ما مشرک بوده ما هم مشرک هستم. این منهج ابو لهب و ابو جهل است. بسیاری کسایی که صفاتشان صفات ابو جهل و ابو لهب است، وقتی که برشان حق گفته میشه میگن نه صاحب شما این گپا را میگین، 40 سال پیش ملاها نبودن که این گپا را میگفتن؟ 40 سال پیش چرا عروسی اسلامی نبود؟ 40 سال پیش چرا درس توحید نبود؟ 40 سال پیش چرا صاحب اینمی نوروزی بود و اینمی شعله شیرین بود و اینمی نظر برازیا بود؟ فقط استدلالشان به اینمی هست. اگه برش بگوییم که امیالی که تو در درس عقیده نمیشینی، شاید بابا کلانت هم در درس عقیده نمیشیش. اما وقتا علما بودن میگفتن کجا شما رفتین درس از اونا را گوش گرفتین؟ پس همین قسم که بابا کلانای تو در پیش در ساز میدویدن میرفتن، حالی که تو میری پدر کلانای تو هم همین قسم بودن. در غیر از او علمای سابق هم کتابایی را که ما خواندیم و دیدیم و علمایی که بودن کلشان این بدعت‌ها و این شرکیات و این کفریات. از همین روز اول که ما صنف نو در مدرسه رفتیم که برای ما استادا میگفتن که نظر عبادت است فقط برای الله شوه و وقتی که سجده میگفت برای الله شوه. یک روز ما یک استاد گفتم استاد ببخشی امی نعت خواندن و کت طبله یا چطور است؟ امی استاد متعصبش خراب شد، مرا گفت این سوال چرا از من میکنی استاد؟
ما را حدیث شریف درس میداد مولوی صاحب عبدالباقی از پغمان بود. سلمان قار سعی کرد گفت تو سوالات هیچ سوال صحیح نیست، برو این سوالایی که نا تا برو که ساز بخوانی گفت برید از سراهنگ پرسان کو، این جای ایگپا در مدرسه نیست. یعنی مجرد که میگه پارا میذاریم حتی یک حرکت بسیار شد میکرد که آدم از این حرکتش میفهمید که والا این کارا قطعا در دین نیست. پس ایناله امی کسایی که برای پیغمبر هم استدلال میکردن چی بود دلیلشان؟ اجئتنا لنعبد الله وحده. برای پیغمبر میگفتن آیا تو آمدی برای از که ما الله را به یگانگیش عبادت بکنیم و نذر ما کان یعبد آباؤنا و بگذاریم آنچه را که پدران ما میکردن. پدرای ما صاحب بت پرستی میکردن، پدرای ما نوروزی داشتن، پدرای ما مثلا بدعت ها داشتن، پدرای ما شعله شیرین داشتن، پدرای ما عاشورا را تجلیل میکردن. این خیمه دیگه کل از این ترک بکنیم. پدرای ما در عروسی ساز می آوردن، می رقصیدن، دخترها را می آوردن، بچه‌ها را می آوردن. ما صاحب از فلانی جای کابل هستیم، مردم ما با رقصندگری بیخی از پدر رواجشان است. اینا کی است؟ اینا کلش چی میگن؟ فقط گپش چی است؟ پدر. در حالی که سعدی چی میگه پشت نام پدر چی میگردی؟ پدر خیش شو اگر مردی. پشت نام پدر چی میگردی؟ باز جای دیگه میگه پسرم وقتی تو را در قبر نهند نگویند که پدرت کیست، گویند عملت چیست. تو را به پدرت چی؟ ابراهیم علیه السلام پیغمبر بود، پدرش بت تراش بود و بت می ساخت. آل ابراهیم علیه السلام باید پشت پدر خود میرفت؟ گفت نه خیر من نمیرم. علی ابن ابی طالب رضی الله عنه یک نوجوان 10 ساله بود لکن شخصیت عالی داشت. وقتی که حق فهمید وحدانیت الله را رسول اکرم صلی الله علیه و برش معرفی کرد، فوراً گفت مرا که الله پیدا کرده خاص پدرم مشوره نگرفته، من به مشوره پدرم به وحدانیت الله ایمان میارم و جوان 10 ساله نوجوان مسلمان شد. آیا توحید در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده است؟ پس این کلمه توحید اون در تقریبا دیدیم در آیات شریف هم کلمه وحده آمده. همچنان توحید که از کلمه وحده گرفته شده در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم آمده. یک حدیثی است که ایره امام احمد رحمه الله تعالی روایت کرده، مسند احمد ابن حنبل در جلد 3 صفحه 391 و سنن ترمذی امام ترمذی صاحب هم روایت کرده تحت نمبر 259 و قال حدیث حسن صحیح. پس این حدیث امام ترمذی روایت کرده و گفته حدیث حسن و حدیث صحیح است. خب ما به خاطر ازی براتون رفرنس میتونم، به خاطر ازی که هیچ وقت شما آل اکثرا کسایی که در شرک و در بدعت مبتلا هستند احادیث میرن قصه ها را از یک کتابی که هیچ معلوم نیست. مثلا برجبوی که اینمی روایت را که تو میگی در کدام کتاب است، نام یک کتاب میگه که برو اسرار ملاجانان، اما کسی که از حدیث گپ میزنه باید از کتابای معتبر بگویه که مثلا اینی روایت در صحیح البخاری هست. وقتی که صحیح البخاری گفتی اینمی السیدی مرا که در تاجیکستان برادرای تاجیک هم که بشنون میگه والله استاد درست است. اگه ایرانی در ایران هم بشنوه میگه یالا بسیار خوب است، واقعا این حدیث صحیح البخاری هست، این حدیث صحیح مسلم است. از این خاطر اکثرا بدعت ها و شرکیات که در کشور ما و شما نشر شدن ایست که در پل خشتی میرن صاحب یک کتابه که یک کسی نوشته کرده و نمونه صاحب در بین مردم چاپ کردن، نه روایتش معلوم است که این حدیث از کجا گرفته، یک قصه را شروع کرده و بسیار مثلا چی کردن. پس سند حدیث بسیار مهم است به خاطر دین ما. کمال دین مقدس اسلام در امی هست که دین مستند است. یکی از مستشرقین خاورشناسا او چی میگفت؟ او میگفت فقط مسلمان ها تنها در تمدنشان in Islamic civilization، اگر مسلم ها در تمدن اسلام تنها امی خدمتی که برای حدیث رسول الله هم کردن یا بر از یا بسیار متفاوت. چرا؟ میگه چون مسلمان ها احادیث آنقدر غلبیل کردن و خوب ایره تحقیق کردن احادیث صحیح را کشیدن، احادیث ضعیف کشیدن، احادیثی که دروغ بعضی کسا گفتن کلش کشیدن. با میلیون ها جلد کتاب از در حدیث که کلش بیان میکنه. پس ما چرا این کتابا را نمیخونیم؟ چرا نمیریم روایت از صحیح البخاری نمیگیریم؟ چرا از صحیح مسلم نمیگیریم؟ چرا از کتابایی که علمای بزرگ اسلام مثل شیخ البانی کتابا را تحقیق کرده و میگه برای ما این حدیث صحیح است، این حدیث ضعیف است، این نفر که حدیث بیان کرده آدم خوب بوده،
اینی آدمی که اینی حدیث روایت کرده از جمله دروغگویای مشهور است. پس حدیث از این دروغگو گرفته نمیشه. چرا ما خود زحمت نمیتیم و خصوصا در مسائل اعتقادی، به هر صورت این حدیث شریفه که امام احمد رحمه الله و امام ترمذی رحمه الله اینا روایت کردن. چی میگن؟ از جابر رضی الله عنه روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفت که یعذب الناس من اهل التوحید فی النار. این از کلمه توحید در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده، یعنی خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله این کلمه را استعمال کرده. ما میگیم عقیده توحید، سند داریم. این چی میگه در حدیث شریف؟ این هدف ما و شما کلمه توحید استعمالش در احادیث است، لکن حدیث میخوانیم به خاطر که معنایش هم بفهمیم، ازش هم استفاده میکنیم. میگه یعذب ناس من اهل التوحید فی النار. الله ما و شما را حفظ بکنه، الله حفظ بکنه. بسیار خطرناک است درباره ما و شما است، الله حفظ بکنه. میگه که یعذب الناس، عذاب کرده میشه و مردمان از اهل توحید، موحدین، در کجا عذاب میشن؟ در فی النار، در آتش دوزخ. پس دوزخ تنها برای کافر نیست، دوزخ تنها برای مشرک نیست، دوزخ تنها برای مرتد نیست، برای منافق نیست. اینا دوزخ فرق میکنه که یکی دوزخ برای کافر و منافق است، گناه دائما و خالدین فیها ابدا هست، و یکی برای انسانهای موحد و یکتاپرست که اینا با وجود موحد بودن خود گناه میکنن، حق مسلمان میخورن، به حرام مبتلا هستند، به گناه ها مبتلا هستند، و در مقابل لذت و زیبایی ابدی دنیا خودت برای یک لذت موقت دنیایی خودت مبتلا ساختن. یک انسان مسلمان چرا برای یک دختر رقاصه 70 حور جنت را از دست می دهد؟ تصور کنین یک نفر به خاطر یک دختر بدکاری رقاصه 70 حور جنتی که در انتظار از این سور از دست میده. چرا از دست میده؟ به خاطر از اینکه به گناه مبتلا میشه. و دلیلش چی است؟ این همین حدیث شریف است که یعذب و عذاب کرده میشه ناس، مردمان من اهل توحید. خوب فکرتا نبگیرین، تو نگوین که ما والا موحد هستیم، یکتا پرست هستیم، عبادت به غیر الله نمی کنیم، صفات الله را بر کس نمیتیم، افعالش نمیتیم، ما دیگه قرار دغوندی خیر بشینیم، هر کاری که کردیم خیر است. نه، یعذب و عذاب میشن ناس، مردمان من اهل توحید فی النار حتی یکونوا حمما. الله حفظ بکنه. میگه یا مثل چی وارد میشه؟ حمم. اینا میگن در مصوب یک شرح حدیث همین کلمه را پیدا کردن، باز اونا گفتن حمم یعنی چی را میگن؟ فحم زغال سنگ میگن. میگه اینمی اهل توحید در عذاب الله در دوزخ عذاب میشن حتی یکونوا حمما، تا ای که اینا مثل زغال سنگواره سیاه میگردن. الله حفظ بکنه، الله سبحانه و تعالی حفظ بکنه ما و شما را. کل ما گناهگار هستیم و خصوصا در این شرایط و در این وقتی که ما و شما هستیم، این خو وقت آخر الزمان است، فتنه ها زیاد است. صبح نفر مسلمان می باشه دیگر کافر میشه، دیگر مسلمان می باشه صبح کافر میشه. ما و شما با چشم خود همین تلویزیون ها و اینترنت سعی کنید یک نفر خوب مسلمان است، یک دفعه صاحب سر یک آیت قرآن رشخند میزنه، سر یک حدیث پیغمبر رشخند میزنه، سر ریش رشخند میزنه، مخالفت با درس عقیده میکنه. خوب مولوی هست، خوب عالم است، خوب شیخ الحدیث است، که امریکایی خوب دوست است، او را تایید میکنه، مردی از او را شهید میگه، مردی از او را توصیف میکنه، مسلمان است مثلا بد میگه، شهید مسلمان مردار میگه. سبحان الله، انا لله و انا الیه راجعون. بسیار وقت است که الله ما و شما را در پناه خود حفظ بکنه. با جز از اینکه ففروا الی الله، با جز از اینکه انسان فرار بکنه به الله و به الله رجوع بکنه، دیگه بسیار شرایط است که حتی بسیاری مردم از دست این مردمای منافق امی دین پیششان بیخی ایران ماندن که چطور کنیم، هیچ ایران ماندن که حالا این طرف بریم اون طرف بریم چی کنیم، یعنی تو برشان چی کنیم. چرا؟ اهل فتنه و علمای سو و علمای دنیا طلب و مردمایی که به خاطر دنیا آخرت خود دین خود فروختن بسیار زیاد شده متاسفانه. به هر صورت میگه که این مردمایی که در آتش دوزخ از اهل توحید یا عذاب میشن،
بسوی اینا عذاب میبینن تا که اینا مثل یک سنگ زغال واره که از که زیاد در میگیرن. همما باز چی میشه؟ میگه ثم تدرکهم الرحمه، باز چون موحد هستن، یک تا پرست هستن، رحمت الله اینا را باز درک میکنه و مستحق رحمت الله میشن. آیا مخلوق و خالق عالم هستند؟ مخلوق عالم است؟ بله عالم است. الله عالم است؟ بله عالم است. پس این هر دوش یک چیز شد؟ نه. عالم بودن خالق با عالم بودن مخلوق بسیار فرق میکنه. چی فرق میکنه؟ فرقش این است که ما علم ما اول جاهل بودیم، باز عالم شدیم. دیروز ما گپا نمیفهمیدیم، حالا نو میفهمیم. پس علم ما با علم الله، علم الله علم قدیم است. الله سبحانه و تعالی عالم الغیب و شهاده. ما اینی کسایی که در اتاق سیار علم دارم اما بیرون اتاق نمیفهم، من مخلوق هستم، لکن الله سبحانه و تعالی عالم غیب است، از داخل و بیرون و کل دنیا. ما از ظاهر تو را میبینم، از قلبت خبر ندارم، اما الله آنچه که در قلب تو میگذره میفهمه. پس ما باید این چی است که توحید در اصطلاح چی است که در ذات الله یگانگیشه، در صفاتش و در مسئله عقیده انسان زود همه چیز از دست میده. از این خاطر کسایی که درس عقیده نخواندن یک همه اکثرش مشکل پیدا شد، میرسه پیش یک فالبین. او فالبین صاحب ایره 16 قسم بازی میتن. یکی از قصه های جالبه که اما برادر عزیز ما که موحد ما که الحمدلله به یک برادر موحد و داعی مبدل شدن، تخلص خدا تا داعی مانده. همین میگه یکی از قصه های فالبینی خدا روز برام کرد و رو ثبت کردیم، یک دو برنامه دیگه هم ثبت کردیم که باش مردم خوب بفهمن. میگه یک فامیل بودن، هم پدرشان پیش میامد هم دخترایش پیش میامد. باز برای پدرش تعویض میدادم، گفتیم این تعویض بگی که دخترایت سر تو چیز نکنه، دیگه اعضای فامیل ببری این در زیر قرآن شریف بان. بازی پدرش همین تعویض مرا با اون ساختمان اتاقش میبردم زیر تعویض من. باز من میفهم که این دخترایش آمد، او پدرش پت از دخترا میامد، دخترا پت از پدر میامد. من میفهمیدم که این دختر عزیز فلان. باز من چی میکردم؟ برای دخترش میگفتم که پدر شما یک تعویض کرده در زیر قرآن شریف در خانه تان. از پدرش پرسیدم میگم این قرآن شریف شما در کجا میمونین؟ و میگفتم ما در فلان جا قرآن شریف ماندیم. باز در زیر از چی است؟ قرآن شریف تان چند تا پوش داره؟ صاحب 5 6 تا پوش داره. در این پوش ششمی یا پنجمیش برین امیر بان. باز دختراش که میامد باز برش میگفتم که برین تعویضی که سر شما شده در پوش پنجمی در زیر قرآن شریف همین پوش است. بازی دخترها که میرفتن اوه این عالم الغیب که حتی از خانه ما از تعویض ما در زیر زیر قرآن شریف بازی رو صاحب میگرفتن. خب باز دیگر از پدرش میگه دخترها رو میگفتم با می خیال ما چی کنیم؟ میگفتم شما برین پدرتون براتون یک تعویض میدم برین غمش بخورین. چی کنیم؟ دمی زیر توش بالش تزی، دمی زیر بالش تزی ده صاحب چخ کنیم. باز پدر از که میاد صاحب ما وضعیتم خراب است، باز برای زوام یک میگه تو مرا که روی تالیت سعی کنم که تو بسیار آدم چیزی هستی و دلتنگ هستی و چطور هستی چه هستی. باز میگه که صاحب ایناله ما پرام تعویض کردم. مرا چطور تعویض کردم؟ بکشم تعویض تا برو امین زیر بالش تا چیز کو سال کو در پشت چندم چیز فلانی در زیر بالش تو صاحب اینمی تعویض است. این صاحب مردا که میرفت این صاحب سوار از پدرش هم عقیده میکرد که این صاحب ای فالبین صاحب چی است؟ عالم الغیب است. این با اینمی عقیده پدرم کافر شد و پیسرم آوردن صاحب برای فالبین دیدن. فالبین هم صاحب خوب ساعت خدا پیدا. اینال الله برای ازمی فالبین، الله برای اینمی انسان که در جای سید جلال آقا در پشت در کارت پروان در پشت مکتب رابیا اونجا خوب آدرس هم داشت و 19,000 و تقریبا 400 گفت یا 600 نفر چیز هم داشت. این صاحب الله را هدایت میکنه چون بیچاره نمیفهمید، فکر میکرد این کارهایی که من میگم کارهای خوب است. وقتی که این صاحب سیدیای اسلامی را شنید، ببینید سیدیای اسلامی را اکثرا فالبینا و جادوگرا و یگانتا که در شرک مبتلا هستند یا چرا میگن سیدیای استاد دایره نشنوین، سیدیای مولوی عابد نشنوین، سیدیای مولوی متوکل نشنوین، سیدیای مولوی مصطفی را نشنوین. هی سیدیای کی را بشنویم؟ برین سیدیای گلزمان را بشنوین، برین سراهنگ را بشنوین، برین از گوگوش را بشنوین که سخی شیر خدا دردم دوا کرد، مناجات مرا پیش خدا کرد.
یعنی سخی شعر خدا درد مرا دوا کرد، در حالی که درد انسان الله دوا میکنه. و مناجات مرا، همون که پیش مشرکین میرفتن پیش دی بود چرا میریم؟ لیقربونا الی الله. این مناجات مرا، من خودم که با خدا مناجات کرده نمیتونم، یا العیاذ بالله خداوند مهربان نیست که گپ ما بیچاره را بشنوه. باز من رفتم در سخی جان، بازی مناجات مرا، این بازی ها باز برای مردمه که از سیدی های صدایی کرده، برو گوگوش بشنو، برو گل زمان بشنو، برو استاد سراهنگ بشنو، برو ایره بشنو، استاد رحیم بخش ببخش. الهی زلیخا عزیزت بمیرد که یوسف به تخت تجمل نشین. آیا یوسف علیه السلام یک مرد پاک با دیانت سر یک زلیخایی که با نص قرآن زناکار بودنش ثابته؟ آیا یوسف که با قدر پاک بود و الله او را حفظ کرد، او باز عاشق امت یک زن فاسق و فاجر زناکار میشه؟ و آیت قرآن میگه که الطیبات للطیبین، دخترهای پاک نصیب پسرهای پاک میشن. الخبیثات للخبیثین، دخترای زنای خبیث نصیب مردهای خبیث میشن. جهل سبب چی می شود؟ گپ سر از این هست که جهل است که صفات خالقه برای مخلوق میده. جهل است و جهل سبب کفر است. حکم عقیده چیست؟ فهمیدن درس عقیده و توحید سر هر مسلمان فرض عین. یعنی که تو دمی درس ششتی 5 وقت نماز سرت فرض عین است. قبل از نماز درس توحید سر تو فرض عین است. در این درس که تو میایی یک فرض ادا میکنی و این درس ترک میکنی، تو در حقیقت یک فرض ترک کردی. و یک انسانی که یک فرض ترک میکنه، فرض دیگری را که ترک میکنی گناهگار میشی. این فرض عقیده را که ترک میکنه کافر میشه. به این خاطر ایمان و تصدیق به یگانگی الله سبحانه و تعالی در ذات، صفات، افعال، عبادت و قانونش میباشه. بسیاری مسلمانان چرا کافر می شوند؟ بسیاری کسا در قانون، بسیار مردم هست در عصر دموکراسی با کفر مبتلا میشه نمیفهمه. بعضی کسا میگه والا من مسلمان هستم، خب سوسیال دموکرات هستم. کسی میگه که من مسلمان هستم لیکن سوسیال دموکرات. گفتم تو برای من تشریح کن که چی میگم این سوسیال دموکراته، که من بفهم که سوسیال دموکرات یعنی چی. هم مسلمان هستی هم سوسیال دموکرات؟ باز گفت من مسلمان هستم و سوسیال دموکرات. خب چی معنی سوسیال دموکرات؟ گفت یعنی من خدا را به یگانگی و وحدانیتش قبول دارم، اما اقتصاد سوسیالیستی را میپذیرم. اقتصاد سوسیالیستی. من برش گفتم که سوسیال دموکرات جان این خود قسمی نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر که در کلمه لا اله الا الله ما میگیم که لا نیست، اله هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شوه الا الله، بغیر از الله. خواه قانون اعتقادی باشه، خواه قانون عبادتی باشه، خواه قانون سیاسی باشه، خواه قانون اخلاقی باشه، خواه قانون اجتماعی باشه، اقتصادی و مالی. هیچ کسی شایسته تطبیق از این قانون نیست الا الله، بغیر از الله. پس وقتی که تو میگی که وحدانیت الله را قبول دارم، پس تو نصف دین قبول کردی. سیگن اله چی را میگن؟ که ذاتش عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. این حالا باید اردوش میگه نه، من این قبول دارم که ذات الله عبادت شوه، اما قانون الله تطبیق. پس افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. آیت قرآن میگه آیا شما به بعضی کتاب، بعضی قرآن قبول دارین، نماز و روزه و حج و زکات قبول دارم، این از اسلام، و اقتصاد و سیاست و این گپا از دموکراسی و از غیر مسلمان ها و از امریکا و از فرانسه و قانون فرانسه و قانون سوسیالیست ها و زدن، این چی میشه؟ افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. شما به بعضی از کتاب ایمان میارین، به بعضی دیگه فما جزاء من یفعل ذلک منکم. پس جزای الله برای ما میگه که پس جزای کسی که این قسم اعتقاد داره چیز جزایش؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، در دنیا تو بسیار ذلیل میشی.
اما کسی که تو را بسیار احترام میکرد امروز میگه لعنت خدا سر تو قانون امریکا و غرب نسبت به قانون الله ترجیح میدی. دوستی کافر و بیدین و مرتد نسبت به دوستی الله و رسولش ترجیح میدی. خزی فی الحیات الدنیا. خوب شریف بودی و خوب مردم دستایت امواج میکرد و خوب مردم برات احترام میکرد، لکن با اینمی کارت الله ذلیل ساخت. و ما و شما این چیزا را با چشم خود میبینیم که یک نفر یک روز که مسلمان واقعی است در اوج عزت است، اما یک روز دیگه ببینیش در ترین مرحله ذلت است، کلگی سرش ازش نفرت میکنه. الله 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 ایو القیوم یا سبحان الله. اولین و دومین شکننده ایمان چیست؟ اول شرک بود، دوم واسطه قرار دادن بین خالق و مخلوق بود. سومین شکننده ایمان چیست؟ سومین چیزی که ایمان انسان مشکنانه و انسان از دایره ایمان خارج میکنه و چی است؟ کسی که قانون، هدایت و دستور غیر الله را نسبت به قانون الهی برتریت بده. کیها طاغوت بودند؟ طاغوت کیست؟ انسان است که قانون مخالف قانون الله میسازه. خود مطرح میکنه میگه بین بر من رکوع کنین، بین بر من سجده کنین، پس این طاغوت است. کیها طاغوت بودند؟ فرعون یک طاغوت بود، هامان یک طاغوت بود، شداد یک طاغوت بود، نمرود یک طاغوت بود، ابو جهل یک طاغوت بود و در عصر ما و شما استالین یک طاغوت بود، مارکس یک طاغوت بود. حزب الله و حزب الشیطان چی فرق دارد؟ حزب الله گروهی هستند که قانونشان مطابق قانون قرآن است و حزب الشیطان امی طواغیت هستند که قوانین از اینا ضد قانون الله است. سیکولاریزم یک اندیشه چی است؟ دین نمیگن یک چیز فردی است. تو میتونی بری در مسجد دیندار باشی، در کلیسا دیندار باشی، در مندر بری دینداری بکنی، لکن وقتی که در ساختار سیاسی، اقتصادی، تعلیمی، تربیوی جامعه آمدی باز اینجا دین نیست. پس یک سکولاریسم خودش یک اندیشه طاغوتی هست. جنرال های دموکراسی چی میگویند؟ جنرال های دموکراسی میگن که ما باید قانون را پایان کنیم از آسمان به زمین، حکومت مردم توسط مردم برای مردم. پس اینجا چیزی در دموکراسی به نام آسمانی وجود نداره. از این خاطر اینه میگن که انسان سالاری. انسان سالاری چی معنی؟ یعنی انسان سالار قانون ساز است. انسان کسی است که قانون میسازه. پس خود دموکراسی از دیدگاه قرآن یک اندیشه طاغوتی است. در شورای مسلمین چی مطرح می شود؟ در شورا چی مطرح میشه؟ او چیزی که در اون نص صریح نباشه. بانک سعودی کار کنه یا نکنه، در دفتر پارلمان وقتی که مطرح میشه در شورای مسلمان ها، پارلمان که از کلمه غربی است که مربوط به دموکراسی میشه. پس وقتی که شورای اسلامی باشه، شورای اهل حل و عقد باشه، وقتی که مسئله سود مطرح میشه باشه میگه الله اینجا جای مناقشه نیست، سود حرام است، خلاص. اما اگر مناقشه کرد که نه سود باشه 5% باشه یا 4% باشه یا 2% باشه، پس اینا مجموعه از طواغیتی هستند که قانون ضد قانون الله میسازند. احیانا طاغوت در لباس کی می باشد؟ احیانا طاغوت در لباس چی می باشه؟ در لباس یک اندیشه، یک فلسفه. فلسفه است که این فلسفه لادینی هست، بی خدایی هست. در لباس یک مکتب سیاسی یا اندیشه سیاسی. والله در اندیشه ما چی هست؟ ما سوسیال دموکرات هستیم. چی معنی سوسیال دموکرات؟ والله ما را خوش میاد که اقتصاد اسلامی را خوش داریم، اقتصاد مارکسیستی را خوش داریم. پس این احزاب و گروه هایی که یا اندیشه هایی که اساسی از اینا چی باشه؟ قانونشان در تضاد با قانون خالق باشه، اینی چی هستن؟ طاغوتی هستن. مارکسیسم، لنینیسم، سوسیالیسم، دموکراسی، داروینیسم، فلسفه های
عقلگرایی، فلسفه های حسگرایی، ماده پرستا، ماتریالیزم، اینی اکثرا اندیشه هایی که هستن مثلا فری مسونرز که شیطان پرستی هست، این کلش گروه هایی هستن که کلشان به شکل اندیشه در لباس یک طاغوت هستن. این آیت قرآن چی میگن؟ آیت قرآن میگه که فمن یکفر بالطاغوت، خوب متوجه باشین، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، اول باید به فردی که طاغوت است تو کافر شوی، باید به فرعون کافر شوی، به هامان، شداد، نمرود، و به کی کافر شوی؟ به احزاب طاغوتی که قوانینشان، اساسنامهشان ضد قانون الله هست، به هم کافر شوی. و سوم چه قسم به کی کافر شوی؟ سوم به او اندیشه هایی که اندیشه های ضد قانون الله هست، اندیشه های ضد دین الله هست، ضد قرآن هست، این با این اندیشه ها باید کافر شوی. اول باید به این کافر شوی. این حال کسی که در یکی از این احزاب است و پیروی یکی از این اندیشه ها میکنه، بازی خود کافر به اون نشد دیگه، این خود او داخل است. اول باید اگر در این احزاب و در این گروه ها و در این اندیشه ها هستی، اول این اندیشه ها رو او سپرتی. قرآن هم تو میگه فمن یکفر بالطاغوت، به کل هستی فرد باشه یا حزب باشه یا اندیشه باشه، به این تواقیت اگر کافر شدی و یؤمن بالله، بعد از ایمان به الله آمد، باز میگه فقد استمسک بالعروة الوثقی، باز میگه این تمسک ورزیده باشی و عروة الوثقی. عروة الوثقی چی میگه؟ ریسمان محکمی هست که یک طرفش در دست تو است، قرآن عظیم شان، و یک طرف دیگهش در ید دست بلاکیف الله سبحانه و تعالی. مسلمان قرآنی کدام مسلمان است؟ مسلمانی است که اول به عادات و رواج ها و گروه ها و احزاب به کافر شود و یؤمن بالله، بعد از به الله ایمان بیاوره. باز اونو را قرآن میگه که فقد استمسک بالعروة الوثقی، اینی هست مسلمان قرآنی. چهارمین شکننده ایمان چیست؟ چهارمین چیزی که ایمان انسان نقص میکنه، کسی که یک مشرک کافر ندانه، یک نفر سجده به غیر الله میکنه، تو میگی نه این مسلمان است، خودت مسلمان نیستی. این بسیار خطرناک است. یک کسی که اون دوره بگه که نه یک مشرک نیست، پروا نداره، نو پرابلم. حالا برادر، دموکراسی است، آزادی است، دل هر کس. اینالی چهارمین قاعده ای است که کسی که مشرک کافر ندانه، او خودش هم چی است؟ در ایمان خود نقص دارد. به خاطر از اینکه او چرا او کسی که به عبادت غیر الله و به قانون غیر الله هست و تو بگی که نه او مسلمان است، خیر، صف معلوم است. با اینی کارا انسان مشرک گفته میشه، با اینی کارا انسان موحد گفته میشه. یک نفر یک آیت قرآن انکار میکنه و تو میگی خیر است، حالا یک آیت انکار کرده، دیگه آیت انکار نکرده. نه، با انکار یک آیت قرآن ای از دایره ایمان میبره و برش بگی که برادر عزیز تو کافر میشی. از این خاطر بسیاری کسایی که دیپلماسی در دین میکنن بسیاری وقتا انتقاد میکنن، میگه والا استاد شما چرا این گپا گفتین؟ والا نگوین، مردم خفه میشن. پس دیپلماسی کردن در دین یک کمک دیپلماسی کنین. چی معنی دیپلماسی؟ یعنی یک کسی که کافر شد نگویش که کافر شدی، یک کسی در شرک مبتلا شد نگو که شرک است، یکی سجده به غیر الله کرد نگو که مشرک است، بگو خیر است، یعنی خوب آدم هستی. چطور است؟ برش یک کمک تیری طبیعت دیپلماسی بکن. نه، این قاعده هست که کسی که مشرک نگویه و کافر نگویه، و برش مشکل پیدا میشه دیگه. پنجمین شکننده ایمان چیست؟ پنجمیش بغض و کینه ورزیدن به قرآن و سنت. سعی که خوب فکرتان باشه، بغض و کینه ورزیدن با قرآن و سنت. برای کسی میگه که عروسی اسلامی بکن، این میگه چی مردخانه خونه است که ما قرآن بخوانیم. عالمی کسی که با مجلس قرآن، با خواندن قرآن، با تطبیق احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو میخوایی که یک دوره حدیث شریف صحیح بخاری باشه، یا کسی میگه نه باید این دوره صحیح بخاری رو کنین، این چی به درد میخوره؟ دشمنی با سنت پیغمبر داره، دشمنی با صحیح بخاری داره، صحیح مسلم داره، دشمنی با دوره تفسیر داره، بدبینی با حلقات قرآن داره. سعی کنین این از دایره ایمان خارج میشه.
ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. خوب این آیت یادداشت بگیرین، سوره محمد آیت 9. چی میگه؟ ذلك بانهم، چرا اینا کافر شدن؟ به خاطر، میگه ذلك، این کفر از اینا به خاطر چی بود؟ بانهم کرهوا ما انزل الله، که اینا بد میدیدن آنچه را که الله نازل کرده. اینا کسی که میگه والله ما نمیخوایم که اینجا حکومت اسلامی باشه، ما نمیخوایم که حکم قرآن تطبیق شوه، ما نمیخوایم که سنت تطبیق شوه، ما نمیخوایم که تو سنت های پیغمبر تطبیق بکنی، تو آمدی اینجا تو وهابی از صحیح بخاری گپ میزنی. اینا وقتی که تو سنت پیغمبر تطبیق میکنی او مخالفت با سنت میکنن، تو آیت قرآن تطبیق میکنی مخالفت با آیت قرآن میکنن. تو میگی حلقه درس صحیح بخاری باشه، میگه نه نباشه. تو میگی مدرسه حفظ قرآن در این مسجد ساخته شه، میگه نه ساخته نشه. پس اینجا چی شد؟ با مخالفت با چی است؟ پس کسی که بغض و کینه به قرآن و سنت میکنه، قرآن خوشش نمیاد، سنت پیغمبر خوشش نمیاد، سر ریش رشخند میزنه، سر حجاب رشخند میزنه. بسیار خطرناک است، بسیار خطرناک است. متاسفانه الله سبحانه و تعالی ما شما را حفظ بکنه. درس عقیده خیلی خوب است که تو زبانت حفظ میکنی، ادب حفظ میکنی. والله صاحب میگه یک کسی میگه یک مدرسه حفظ قرآن جور میشه، بسیار خوب است برادر. من واسم نمیرسه که یک صدر پا بتم، من مخالفت ندارم، به سر چشم جور کنم. ولی یک دوره حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله است، اهلا و سهلا دورهش جور بکنیم. این که من خودم شخصا آمدن نمیتونم، الله برام توفیق بده، اما من مخالفت نمیکنم. والا فلان نفر سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 1000 سنت در یک روز تطبیق میکنن، خداوند برش اجر بده. من هم کوشش میکنم که تطبیق بکنم. فلانی به این عقیده هست که اینی سنت رسول الله صلی الله علیه و در حدیث صحیح است، من تطبیق میکنم. والله ما به امر ازی بدبینی با سنت پیغمبر صلی الله علیه و ندارم، من تسلیم هستم، آمنا و سلمنا. پس بسیاری وقتا اینی کسایی که یصدون عن سبیل الله، که در مقابل راه خداوند مانع واقع میشن، این بسیار خطرناک است. من امیدوار به این هستم شما جوانای هوشیار و مسلمان هستین، نصیحت من برای شما اینمی هست که هیچ وقت تعصب نکنید. وقتی که آیات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و در میان آمد، تسلیم شو. ای که من تطبیق نمیکنم، this is my problem، مشکل من هست، من خداوند هدایت کنه. اما در مقابل آیت قرآن، در مقابل قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و هیچ وقت استاد نشید، مخالفت نکنید. چرا مخالفت با تطبیق قرآن و با تطبیق سنت رسول الله این سرمنشش قلبی است که بغض با قرآن و سنت داره و هیچ وقت با محبت صحیح است. همین حدیث را که تو تطبیق میکنی و قناعت حاصل شدن و حدیث صحیح است، اهلا و سهلا، خداوند تو را توفیق نصیب بکنه و مرا هم الله توفیق بده که ما این عمل بکنم. ششمین شکننده ایمان چیست؟ ششمین چیزی که انسان از دایره ایمان میکشه، کسی که به مقدسات تمسخر و ریشخند کند. این بسیار خطرناک است. کسایی که فکایای مولانا نصرالدین حفظ داره، ایمان از این حفظ نیست. احتیاط کنید. کتاب در بازار فروخته میشه به نام مولانا نصرالدین، سر علمای اسلام ریشخند میزنه. کسی که سر ملا فکایی میگه، ایمانش در خطر است. ما شما ملا رو چرا کی ملا میگیم؟ ملا کسی را میگیم که در این مسجد امامت ما را میکنه. ملا صاحب، مولوی صاحب، مولانا صاحب. اینال دو مسند ولو که آدم بسیار ضعیف باشه، همونجا که استاد است در مسند پیغمبر صلی الله علیه و سلم شیشته. اینال تمسخر با علمای اسلام، تمسخر به دین، این انسان چی میکنه؟ انسان از دایره ایمان میکشه. اگر کسی هست که مثلا شخصا یک کسی هست که بیدین است، یک ملای هست که به نام ملا به ضد دین تبلیغ میکنه، مردم شرک رواج میده، یک فرد سرش انتقاد میگه،
اما وقتی که میگه کلگی، اینا تمسخر به مقدسات. مقدسات چی هست؟ سعی کنیم. یک کسی مسخرگی بالای قرآن میکنه، یک کسی سر خدا فکایی میگه، سر پیغمبر فکایی میگه، سر پیغمبرش خند میزنه، سر قرآنش خند میزنه، سر دینش خند میزنه، سر سمبول دین یا پیشواهای دینش خند میزنه، سر صحابرش خند میزنه. در آیت شریف است که در شان نزول از آیت شریف چی میگن؟ میگه یک کسی در یک جای شیشته بود در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در یک جای صحابه کرام شیشته بودن. سعی کنید مسخره گیره. پیغمبر صلی الله علیه و شیشته بود که صحابه کرام ی آمد گفت اون قاریا را میبینی؟ منظورش اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفت را میبینی اونجا شیشتن؟ گفت چی مشکل داره؟ نه گفت سعی کو تو شکمایشان سعی کو کتا کتا و در سر دسترخوان که بشینن زیاد میخورن و در میدان معرکه شو باز پس هستن. خود سر زیارش خندیر شروع کرد. این صحابی مبارک برش گفت که او منافق، تو اصحاب پیغمبری قسم گپای زشت میگی؟ باش ما به پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برم و جریان برش بودم. صحابی دیگه میگه که هنوز این پیش پیغمبر نرسیده بود که وحی از آسمان جبریل امین وقت رسید پیش پیغمبر و از جریان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با خبر. این صحابی میگه که هنوز پیش از اون نرسیدگی من رفتم که امی کسی که امی گپ زد امی رشخندی که کرده سر صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کمربند شتر پیغمبر هم خدا کشال کرده. پیغمبر هم سر شتر شیشته یه دمی کمربندش گرفته و برش میگه که یا رسول الله انما كنا نخوض و نلعب، ما خود ساتری میکردیم، ما خود فکایی میگفتیم، ما تو یک خوش طبی میکردیم. اور میگه من دیدم که از بالا نبی اکرم صلی الله علیه و سر شتر خود سوار است و به طرف ای آیت قرآن میخونه که قل بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. آیا شما به الله، به آیات الله و به پیغمبر الله شما مسخرگی میکنین؟ لا تعتذروا، عذر نکنین، قد کفرتم بعد ایمانکم، شما کافر شدین بعد از ایمانتان. سعی کن ایمان داشت، از ایمان چی شد؟ خارج شد. پس این آیت شریف بسیار این آیت شریف بسیار تنبیه میکنه برای کی؟ برای کسایی که اونا فکایی میگن. در افغانستان بسیار رواج است. بعضی کاکا دو دفعه کافر میشن نمیفهمن. میگه والا در می آسمان یک ملائکه شیشته ملا صاحبا که خیرات کنن بازو یک دول میزنن. ملائکه را دولچی ساخت. اگه بجبی کاکا جان بابا کلان خود دولچی بود، یک دفعه سر میخیده که جلالی میشن. چرا تو بابا کلان مرا گفتی که دولچیست؟ خیلی تو چرا ملائکه خدا را گفتی دولچیست؟ بابا کلان از او اگه دولچی بگویی گناهگار شدی. ملائکه معصوم دولچی بسازه این کفر است. اصل نیست همی فکایی را میگن نمیگن. دیدین نه؟ خوب آدم های کلان میدی متاسفانه این گپ استعمال میکنن. چرا؟ فقه خوانده عقیده نخوانده. میفهمه که فرایض نماز چند است، واجبای نماز چند است، والا سنت های نماز چند است، والا معاملات چند است، که جنایات چطور است، که اگر یک از جنایت کرد تمام روزی را خوانده، لکن یک روزی آیت قرآن سرش فکر نکرده که آیا مسخره کردن در مقابل مقدسات ملائکه معصوم است. تو برازو دولچی میگی؟ علمای اسلام یعنی هر کسی که عالم شد آنقدر بخیل میشه که خیرات نمیکنه. این دلیل چی؟ انگلیس ها آوردن، آیسا یهودی ها آوردن و بر مردم افغانستان رواج دادن در لباس چی؟ در لباس فکاهی های مولا نصرالدین، در حالی که اصل مولا نصرالدین خوجه نصرالدین از در ترکیه و خوجه را عرب ها جوها میگن،
انگلیس ها هادجه میگن HODGA، یک وقت ترجمه میکردن، اما وقتی که اینجا من گفتن نه کلمه خوجه را اوسو کنین عوضش ملا بانین، چرا که مردم عالم خدا. اینه میگه اگه مثلا تو پیش یک اندو برو بگو لالا اندو، من یک فکایی میگم بگو فکایی، والا یک پندت سر تخم چشته بود چوکی میخورد، برات میگه که تو بسیار لودا انسان هستید، سر پندت ما توش خندی میکنی. اگه پیش یک کریستیان بری نصرانی و برش بگی که تو کریستیان هستی، بگه آقا من کریستیان هستم، برش بگی که والا اونجا یک کشیش شما در کلیسا سر خر سوار شده بود، دم به خر دادانش بود، برش بگی تو چی میگی؟ تو بسیار احمق انسان هستی، تو سر رهبر دینی ما تجاوز میکنی. پس اون دو سر رهبر خود اجازه نمیده، کریستیان اجازه نمیده، جویش یهود اجازه نمیده، اما مسلمان احمق بیدینی که آیت قرآن خبر نداره عیسی میخوزه این فکایا را گفته میره و آدم مجلس دیگرها خنده کرده میره. هفتمین شکننده ایمان چیست؟ هفتمین علتی که انسان از دایره ایمان میکشه سحر، جادو، فالبینی و رملاندازی هست. اکثرا ساحرا، تعویذگرا، فالبینا یا از دایره ایمان مبراین، کافر میشه. چرا؟ و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، شیطانا کافر شدن. چرا؟ یعلمون الناس السحر، مردم به چی درس میدادن؟ پس هر چیزی که سحر است و هر چیزی که راهی به طرف سحر است یا یکی از ابواب سحر و جادو هست، این کلش صاحب این انسان کافر میشه. محبت دادن یک تعویض میتوند که مادر اولادا کتت خوب محبت کنه، اینمی خود تعویض محبت یکی از شاخه های سحر و جادو هست. گمشده تا پیدا میکنم کت تعویض، این حال چون ساحر علم غیب ادعا میکنه و کسایی که پیش از اینا میرن او رو تایید میکنن، از این خاطر خود جادوگری و فالبینی و سحر و این متاسفانه بسیاری از تعویذگرا که در تعویذهای خود نامهای غیر الله را نوشته میکنن، یا بدوخ و یا هامان و یا شداد و یا نمرود و یا شرطتوس و یا مرتتوس. یک روز یک تعویذ آوردن استاد توی بخور حال که واز میکنیم در اون تعویذ نشست یا شرطتوس یا مرتتوس یا مقلوتوس، همین چیز میگه نامهای شیطان است. پس این حال اکثرا یا چی میشن؟ از دایره ایمان خارج میشن. چرا؟ سحر انسان از دایره ایمان میکشه و تصدیق ساحر که او غیب ادعا میکنه او رو تو عالم غیب میدنه. از این خاطر نبی اکرم صلی الله علیه و گفته که کس پیش یک فالبین جادوگر ساحر میره میشینه، به مجرد شیشتن پیش از این میگه 40 روز عبادت ازی از بین میره. همین که رفتی که کاکا جان یک فال ما بیبی 40 روز عبادت شف دلیت و میگه اگر باز بگه بازد والا راز گفت به خدا، اینه چی شدن؟ این میگه کافر شده با آنچه که بالای رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده به قرآن نازل شده. هشتمین شکننده ایمان چیست؟ هشتمش اینجا میگه که پشتیبانی و یاری کردن مشرکان و کافران. الله نجات بده. الله نگاه کنه که این عصر بسیار خطرناک. در آیت قرآن چی میگه؟ محبت، دوستی، پشتیبانی، یاری کردن با کفار بر ضد مسلمانان یکی از نواقض ایمان. آیت قرآن چی میگه؟ و من یتولهم منکم فانه منهم. این آیت قرآن میگه کسی که دوستی میکنه با دشمنای اسلام، با کفار که کفرش صراحتا معلوم است، قرآن در میده صراحتا، میده نمیده، پیغمبر صراحتا دشنام میده نمیده، سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیلم و مساگیر میسده نمیسده. آیت قرآن چی میگن؟ و من یتولهم، جمله شما نیست، ان الله لا القوم الظالمین، الله هدایت نمیکنه. نهمین به نظر که چی میکنن؟ دوستی با امرای این دشمنای الله که یهود و نصارا و سیستن فانه، پس اینمی مسلمانی که دوستی هم رازی میگن. آیت قرآن فانه منهم از جمله ازواست، از جمله شما نیست.
ان الله لا یهدی القوم الظالمین. الله هدایت نمیکنه قوم ظالم را. نهمین شکننده ایمان چیست؟ نهمش اعتقاد داشتن به این که کسی میتواند از دین اسلام خارج کرده. یعنی کس بگه که هر کس دلش میتونه کس از اسلام خارج شده. به نظر من بعضی کساس نه یا آزادی است، دموکراسی است، یک نفر کافر مسلمان بشه. اگر کسی اعتقاد به این داشت که کسی میتونه از دین اسلام خارج شده، خودش کافر میشه. الرضا بالکفر کفر. تو که راضی باشی که یک مسلمان کافر شه و خودت کافر میشی. بگه که نه برادر عزیز، از کسای دیگه که از دیگه ادیان میاد، ادیان باطل است، ساخت بشر است، غلط است، میای به اسلام راه هدایت شدن. اما چطور از هدایت و از حق و از دین اسلام بره باطل، یعنی باطل حق است. یک کسی که میگه میتونه از اسلام خارج شه و به او بره، معنیش است که او را هم حق فکر میکنه و کفر حق دانستن کفر است. از این خاطر کسی که اعتقاد داشتن به این که کسی میتونه از دین اسلام خارج شود، و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. کسی که بغیر اسلام دین دیگه را اختیار بکنه، از او قبول نمیشه، او باطل است. پس الله میگه بغیر اسلام دیگه ادیان باطل است و ما میگیم که هیچ کس حق نداره که از اسلام برایه و اگر برایه او از به باطل رفته و ما تاییدش نمیکنیم. یعنی اگر کسی را تایید میکنن، پس این مشکل باش پیدا میشه. دهمین شکننده ایمان چیست؟ دهمی چیزی که از جمله شکننده های ایمان است، اعراض و روگردانیدن از قرآن، اعراض و روگردانیدن از اسلام و قوانین آن. کسی که میگه والله راست پرسان کنی قانون اسلام خوش من نمیاد و خوش من آمد و ما فعلا نمیخوایم که قانون اسلام تطبیق شود، والله این تو مشکل است. درست است، مشکلات در تاریخ وجود داشته، درست است. مثلا همین غربی را که تو تایید میکنی، جنگ اول جهانی را کی کرد؟ خامیا کردن. جنگ دوم جهانی را کی کرد؟ امیا کردن. از همین اول تاریخ اسلام شروع کو تا امروز چند نفر کشته شده و تنها مقایسهش کو با کسایی که کشته شدن در جنگ دوم جهانی، باز برات معلوم میشه که کی جنایت زیاد کرده و کی قتل زیاد کرده. یعنی یک جنگ از یا سیزده میگه یک تک آهنگر 100 تک زرگر. ما بیچاره یگان تک تک هم کردیم، اما یا که با صاحب یک مرتبه یک بم رکه. امریکا در هیروشیما و ناگاساکی در ژاپن استعمال کرده، تا امروز در منطقه سبزه نمیره، درخت. مجبور است که ژاپنیا کل خاکای از روز کنن، خاک دیگه از کدام جای دیگه ببرن اون چیز کنن. یک بم از اون. الله الله الله. تحریف در و دیوارها. کلمه تحریف چی معنا دارد؟ کلمه تحریف در زبان عربی شما خب میفهمین که تحریف در زبان عربی به معنای میلان یا تغییر است. مثلا یک نفر از یک جهت به طرف دیگه میل میکنه، این رو تحریف میگن در زبان همین تحریف میگن و معنای میلان است. از نگاه لغوی کلمه تحریف چی معنا دارد؟ نگاه لغوی تحریف به معنای چی است؟ به معنای تبدیلی، به معنای میلان، به این معنا هست. کلمه تحریف در اصطلاح به چی معنا است؟ تحریف در اصطلاح شریعت اسلامی که علمایی را استعمال میکنن، این تعریف میکنن، میگن که تحریف برگردانیدن سخن از طریق درست و طریق غلط. برگرداندن سخن، یک سخن از راه درستش میکشی به طرف غلط منفی میبریشه، او را چی میگن؟ در اصطلاح شریعت اسلامی تحریف میگن. تحریف در چی چیزها استعمال می شود؟ تحریف که است گاهی در لفظ میایه و گاهی هم در معنا.
تحریف در لفظ چه قسم است؟ احیانا یک نفر حرکت تغییر میده. و کلم الله موسی تکلیما. الله میگه و کلم الله. اینجا وقتی که الله میگه که و کلم الله، سعی کن کلم الله، اینجا ایش پیش داره، یعنی سخن گفت الله با موسی علیه السلام. یک کسی میگه و کلم الله موسی، این میگه وقت سخن گفت موسی با الله. پس اینجا سعی کن چقدر معناش چی شد؟ تغییر آمد. این تغییر در چی میگن؟ این تغییر میگن در لفظ. فهمیدین؟ پس اینا کلم الله و موسی تکلیما را کلم الله، اینجا تحریف در چی آمد؟ تحریف در لفظ آمد. آیا قصه های پیغمبران مربوط غیب است؟ آیات قرآن کریم درباره آنها چی گفته است؟ در سوره هود آیت 49 میگه که تلك من انباء الغیب نوحیها الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقین. تلك من انباء الغیب، این قصه های پیغمبرها قصه های غیب هستند. نوحیها الیک، ما ایره به شکل وحی بر تو بیان کردیم. ما کنت تعلمها انت، نه توی را میفهمیده پیغمبر، ولا قومک، و قوم تا میره نمیفهمید، من قبل هذا، قبل ازی نه خودت میفهمی نه قومت میفهمیدن. فاصبر ان العاقبة للمتقین، سوره هود آیت 49. اینا شما تصور بکنین، شما کسانی که به قرآن ایمان دارین، حالا بسیاری قصه هایی که در افغانستان هست، خب حالا گفت که قصه ها را الله بیان میکنه، قصه های پیغمبرا را، و دومی که قصه های پیغمبرا مربوط به غیب میشه. حالا شما بسیاری همی قصه های سنگ تراش و قصه های چوپانه که قصه های سنگ تراشه که امروز در بازارا در کستا فروخته میشه و تمام روز که مچم چوپان چطور کرد و چنان کرد. این قصه ها به غیر از که ایوازی که آدم ایماندار بسازن، آدم در شخصیت پیغمبر مشکوک میسازه که چرا موسی علیه السلام رفت خانه چوپان خراب کرد، یا چرا خانه سنگ تراش خراب کرد. و یا در مثنوی وقتی که میخوانیم که چوپان رفت و خانگک ساخت و گفت ای فدای تو همه، العیاذ بالله العیاذ بالله. این قصه ها در کجا هست؟ یعنی جناب همین کتاب امیره که نقل کرده مثنوی و این نقل کرده مثلا جناب دیگه که ترانه ها را میخوانه و این چیزا را میخوانه، شما بپالین که همین قصه در کجای قرآن است؟ وقتی که غیب است، غیب هیچ کس گفتن نمیتونه. پس شاعر از غیب گپ میزنه؟ در قرآن هست، در حدیث هست، کو کی سندش؟ برین از علما پرسان بکنید که آیا قصه چوپان و آیا سنگ تراش در نص قرآن آمده؟ اگر نص قرآن نبود قصه توقیفی شد. وقتی که غیب شد، غیب چی است؟ توقیفی است که باید در اونجا توقف بکنی، از خود قصه را زیاد نکنی، از خود قصه را کم نکنی. از این خاطر میگن که بسیاری کسایی که مثلا حتی دیدن فیلم سریال یوسف علیه السلام، علما میگن که حرام است. چرا؟ در این بسیار قصه هایی که سر پیغمبر تهمت شدن. آیا پیغمبر عاشق یک زن فاسق و فاجر؟ الطیبات للطیبین، پیغمبر پاک است، باید همسر از یک زن پاک باشه. آیا پیغمبر سر یک بت پرست زناکار، و او معلوم است که زن صراحتا زناکار بود. نص قرآن میگه که زلیخا چی بود؟ زناکار بود. یوسف علیه السلام به زنا دعوت میکرد و الله او را حفظ کرد در زنا و عفت پاکیش خداوند حفظ کرد. نقصان چیست؟ بگویید. زیاد است. نقصان است. بعضی از نقصان چی را میگن که بعضی از الفاظ چی میکنن؟ کم میگن. مثلا یهودی‌ها میامدن در مجلس پیغمبر، وقتی که سلام میدادن نمیگفتن که السلام علیکم، میگفتن السلام علیکم. ببینید یکی السلام است، یکی السلام است. السلام اینجا یک الف داره، وای واسه سلام چی را میگفتن؟ السلام. لام چی کردن؟ از بین بردن، ناقص کردن، یک حرف کشیدن. پس وقتی که از لفظ لا کشیدن، یعنی وقتی که برای کس میگفتن چون خبیث بودن، نیتشان خراب بود، لعنت خدا سرشان نازل بود، مسلمان ها میگفتن السلام علیکم، بالای شما سلامتی و رحمت خدا باشه. و باز که میامدن چی میگفتن؟ السلام علیکم، یعنی مرگ بر شما. تحریف لفظی چیست؟ تحریف لفظی که تغییر حرکت است، یا زیادت است، یا نقصان است. تغییر دومش چه قسم است؟ تحریف معنوی هست.
تحریف معنوی چی است که از یک تغییر دادن معنای لفظ است از معنای ظاهریش به معنای دیگر. یعنی تغییر معنوی چه قسمه که یک لفظ قرآن یا یک لفظ کتاب الله را معنای ظاهری چه وسو میکنه یک معنای دیگری از دل خود بر از اون میسازه. باز میگن صاحب قرآن که یکی ظاهر داره و یکی باطن داره و 7 معنا داره و قل هو الله احد، بگو که الله چی است؟ یگانه هست. صحیح است؟ حالا که معنای باطنی از چی است؟ 7 معنای از چی میشه؟ نه میگن صاحب معنایش بسیار چی است؟ بسیار مختلف است. تحریف معنوی چیست؟ اینا تحریف گاهی تحریف غلط، تفسیر غلط میشه معنوی، یا قصه های غلطه جور میکنن. یک آیت قرآن میخونه، قرآن عظیم شان، ببینید برادر عزیز، قرآن عظیم شان کتاب قصه نیست، کتاب قصه نیست. ذالک الکتاب، امی کتاب لا ریب فیه او شک نیست. کتاب چی است؟ هدایت است. هدی للمتقین. پس قرآن کتاب چی است؟ کتاب هدایت است. این حال قصه های قرآن برای عبرت آمدن. قصه های قرآن برای عبرت و برای هدایت است که تو از این قصه درس بگیریم. از این خاطر از قصه های پیغمبرها فقط امو قصه هایی که عبرت برای موضوع است امو را آوردن. قصه های مشابهش کلش نآورده. اگر چندین هزار پیغمبر بود اما نام 28 پیغمبر ذکر شده، چرا از چندین هزار پیغمبر از 30 تن کمتر پیغمبر نامایشان ذکر شدن؟ به خاطر از اینکه قصه های از اینا که عبرت داشت او را ذکر کرد، قصه های دیگه که مشابه قصه های از اینا بود او را نآورد. و از قصه های از اینا امو جاهایی که بسیار جای عبرت و پند از برای ما او را گرفتن. کل قصه را صاحب از اول تا به آخر قصه نکرده. چند نوع تحریف را نام ببرید. تحریف به شکل عام بود که در تورات میشد، در انجیل میشد. تحریف در کتاب‌های قدیم شده، در تحریف لفظی میشه، معنوی میشه. تحریف حتی در احادیث تحریف میشه. الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم یا سبحان الله لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم یا سبحان الله الحي القيوم یا سبحان الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله الحي القيوم یا سبحان الله.
شناخت اصطلاح شناخت اصطلاحات اسلامی بسیار برای یک مسلمان مهم است. با انسانهای بیدین در روز قیامت چی می شود؟ انسانهای بیدین در روز قیامت وضعیتشان خراب است. از این خاطر مالک یوم الدین. این ضرب المثل عربی چی معنا دارد؟ یک ضرب المثل عربی است، میگه کما تدین و تدان. اونمو قسم که معامله میکنی که مردم در دنیا، اونمو قسم جزا و پاداش داده میشه. معنای اول دین چی است؟ دین در لغت به چند معنا می. اول معنایش به معنای جزا و پاداش است. دین به معنای چی است؟ جزا و پاداش است. میگه مالک یوم الدین. مالک یوم الدین چرا میگه؟ میگه مالک روز جزا. چرا روز قیامت روز دین میگویند؟ به خاطر که روز قیامت روز دیندار است. بیدینا در بدر است. روز قیامته. چرا روز دین میگن؟ به خاطر از که روز قیامت روز دیندار است. انسانهای بیدین در روز قیامت وضعیتشان خراب است. از این خاطر مالک یوم الدین. پس یوم الدین که میگه، خود دین به معنای حساب است. یعنی در دین هر چیز محاسبه میشه. لباست محاسبه میشه، ریشت محاسبه میشه، کلمه گپ وقتی که میذاری محاسبه میشه، اخلاقت محاسبه میشه، اعتقادت محاسبه میشه. لحظاتی که در مسجد تیر کردی این هم محاسبه میشه و لحظاتی که در سینما تیر کردی او هم محاسبه میشه. صفت انسان زیرک چی است؟ دوم صفت انسان زیرکی که پیغمبر هم معرفیش کرده چی است؟ که عمل لما بعد الموت، برای ما بعد از مرگ خود عمل کرده. برای دنیا خود هر کس کار میکنه. برای دنیا خفه نشین، گوسفند هم کار میکنه، مرچه هم برای دنیای خود کار میکنه. این مرچه بیچاره 24 ساعت سیل کنی به خاطر دنیا کار میکنه. پس اگه تو تنها برای دنیا کار کنی، فرق بین ما و مرچه چی هست؟ اگه ما تنها برای دنیای خود کار کنیم. همین حیوانات هم برای دنیای خود کار میکنیم. صبحی از مبرای تا که پس یک چیز پیدا کنه بیاره به خانه خود برای چوچای خود بتن. دومین صفت انسان زیرک که رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را معرفی کرده چی است؟ دوم صفت انسان زیرکی که پیغمبر هم معرفیش کرده چی است؟ که عمل لما بعد الموت، برای ما بعد از مرگ خود عمل کرده. برای دنیا خود هر کس کار میکنه. برای دنیا خفه نشین، گوسفند هم کار میکنه، مرچه هم برای دنیای خود کار میکنه. این مرچه بیچاره 24 ساعت سیل کنی به خاطر دنیا کار میکنه. پس اگه تو تنها برای دنیا کار کنی، فرق بین ما و مرچه چی هست؟ اگه ما تنها برای دنیای خود کار کنیم. همین حیوانات هم برای دنیای خود کار میکنیم. صبحی از مبرای تا که پس یک چیز پیدا کنه بیاره به خانه خود برای چوچای خود بتن. معنای دوم دین چی است؟ به معنای حساب است. مالک یوم الدین، مالک یوم الحساب. این قسم هم تفسیر میشه. پس یوم الدین که میگه، خود دین به معنای حساب است. یعنی در دین هر چیز محاسبه میشه. لباست محاسبه میشه، ریشت محاسبه میشه، کلمه گپ وقتی که میذاری محاسبه میشه، اخلاقت محاسبه میشه، اعتقادت محاسبه میشه. لحظاتی که در مسجد تیر کردی این هم محاسبه میشه و لحظاتی که در سینما تیر کردی او هم محاسبه میشه. انسان ساده کی است؟ ولی عاجز، میگه خیلی آدم عاجز و بیعقل کی هست؟ ساده. ضد زیرک چی هست؟ ساده لو. دیگه کی هست؟ عاجز است انسان. من اتبع نفسه هواها، کسی که خواهشات نفسی خودم مطابقت کرد. نفسش میگه سینما برو، نفسش میگه عاشق شو، نفسش میگه برو شراب بخو، نفسش میگه در درس دین چی میکنی میری، نفسش میگه چی میکنی در عروسی اسلامی میکنی، نفسش میگه که کت علما دشمنی داشته باش، نفسش میگه یگان چوکی پیدا کن، نفسش میگه برو کت خارجی ها پروتکل کو پیسه بده، نفسش میگه
پس این هوا و خواسته های نفس است. پس انسان عاجز و ضعیف کی هست که مطابقت از هوای نفس خود میکنه؟ و تمنا علی الله الامانی. باز صفت دوم انسان بدبخت چی هست؟ آدم جاهل و آدم ساده لو از یک طرف خواهشات نفسانی خود برآورده میسازه و از طرف دیگه باز میگه و تمنا علی الله الامانی، باز بالای خداوند بسیار تو آرزوهای قوی میداشته. بیادر خدا لک بخش است. معنای سوم دین چی است؟ دینته، عرب ها میگن دینته و دینت له، یعنی اطاعتش کردن. پس اطاعت الله در چی میشه؟ ما که میگیم دیندار هستیم، اطاعت الله در قانون الله میشه، در نظام الله میشه، در سیاست الله میشه که سیاستی رو که برای ما چیز کردن، بیان کردن. معنای چهارم دین چی است؟ دیگه معنای دین به معنای عادت و شان است. مثلا ما زال ذالک دینی، میگه والا تابال عادت من همین قسم است. معنای پنجم دین چی است؟ دیگه معنای دین به معنای قانون و نظام است. اینی بسیار مهم است برادرها که بسیاری کسا در این نقطه بازی خورده. معنای دین به معنای نظام است، به معنای قانون. هذا دیننا، وقتی که عرب ها میگه هذا دیننا، این دین ماست، یعنی این قانون ماست، این نظام ماست، این سیاست ما هست. از این خاطر وقتی که در آیت شریف میخوانیم که در قصه یوسف علیه السلام گفت که ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، میگه شایسته نیست که این برادر یوسف بعد عوض از او برادر دیگهش بگیره. او برادر خردش ظرف بین امو گندم بود. برادرش گفتن این برادر خرد ما رو نگی، یکی از برادرای کلان بگی که این پدر ما زیاد دوست داره. اونا گفت نه نه نه، در دین ملک یعنی در نظام و سیاست ملک این نیست که کسی به عوض کسی دیگه گرفته شود. هر کس مسئولیت فردی، مسئولیت متعلق به اون شخص است. هر کسی که ظرف دمو بارش یافت شده او باید بندی شود. پس ببینید اینجا دین به معنای نظام است، به معنای قانون است، به معنای سیاست است. معنای ششم دین چی است؟ دیگه معنای دین بعد از دیگه معنای دین به معنای مالکیت و سیاست است. به معنای مالکیت و سیاست است. و دینته ادینه دینا سسته. در معاجم عربی چی خیلی ترجمه میکنن؟ دینته و ادینه دینا. لسان العرب ابن منظور یکی از علما هست، بسیار کتابش معتبر است. این وقتی که کلمات عربی رو ترجمه میکنه بسیار، حتی در ماستری و دکترا از کتاب از استفاده میشه. چی میگه؟ میگه که دینته ای سسته، یعنی سیاست نمودم. و دینته ملکته، مالکش شدم، قانون خود سرش تطبیق کردم. این دیگه از معنای چی است؟ که معنای دین به معنای سیاست و به معنای سلطنت و به معنای حکم روایی است. دین را در اصطلاح تعریف کنید. دین در اصطلاح، دین به مجموعه تکالیف اطلاق می‌گردد. مجموعه از تکالیف است. در اصطلاح می‌گیریم که مجموعه از تکالیف است که توسط آن بندگان الحي القيوم یا سبحان الله. تمثیل را در لغت تعریف کنید. اول تمثیل در لغت به معنای ند، مانند، شریک، نظیر و صفت می باشه. پس تمثیل در لغت به معنای چی است؟ که ند، وقتی که یک کس را میگه که فلان کس مثل فلان شخص است، پس صورت توش مانند از او ساختی. و اگر مثلا العیاذ بالله یک کس تمثیل میکنه در ذات یا صفات خالق که فلانی صفت خالق مثل صفت مخلوق است. عیب تمثیل در چیست؟ مثلا العیاذ بالله یک کس تمثیل میکنه در ذات یا صفات خالق
که فلانی صفت خالق مثل صفت مخلوق است، پس او را به خداوند شریک ساخت. از این خاطر عیب تمثیل دمیجه هست. یعنی تمثیل وقتی که در اصطلاح عقیده میگه که لیس کمثله شیء، در آیت قرآن میگه که مثل الله چیز نیست. اینا اگر کسی تمثیل میکنه معنایش است که ذات و صفات و افعال خالقه مثل ذات و صفات و افعال مخلوق میدانه. و وقتی که این میگه یک کسی ذات یا صفات خالقه مثل مخلوق فکر بکنه، اینجا ای از دایره ایمان خارج میشه، مسلمان گفته نمیشه. عقیده خوب بسیار چیزای نقطای دقیق داره. مردم فکر میکنه خلاص ما که در خانه یک مسلمان پیدا شدیم، پدر و مادرم مسلمان است، خلاص ما دیگه مسلمان هستم. و بسیاری اوقات مثلا یک نفر میره یک صفت خالقه از یک مخلوق تقاضا میکنه، میره در زیارت، برای زیارت میگه برای ما بچه بده. وقتی که بچه داد، اینمی زیارت، وقتی که تقاضا کرد که برای ما بچه بده، معنایش است که اینمی زیارت صفت خالقه برای صاحب زیارت دادم. وقتی که صفت زور برازی داد، شرک پیدا شد. وقتی که شرک پیدا شد، از دایره ایمان خارج شد. تمثیل را در اصطلاح تعریف کنید. که ذات و صفات خالق را مثل ذات یا صفات مخلوق عقیده نمودن. خالق است، باید بر از او سجده شود، بر از او رکوع شود. اینا اگر یک نفر به یک مخلوق سجده میکنه، در حقیقت این مخلوق مثل خالق فکر کرد. و وقتی که مخلوق مثل خالق فکر کرد، عقیده از این خراب شد. از این خاطر عبادت خدا بسیاری که اساس نظر به نام یک مخلوق میگیرن. مشکلش در چی است؟ بسیاری مردم ها میگه خیر سال نظر ما گرفتیم، نظر بیبی یا نظر مثلا فلانی صحابی یا نظر فلانی شیخ صاحب، بر از این میگه بسیار عادی معلوم میشه. اما وقتی که در شوکات عقیده بی، این انسان از دایره ایمان خارج میشه، در شرک مبتلا میشه. چرا؟ وقتی که ای رفت به نام مخلوق نظر گرفت، صفت خالقه که او خالق است، او معبود است، او را گرفت برای مخلوق داد. خالق کسی است که عبادت بشه. وقتی که یک عبادت به مخلوق کردی، در حقیقت او مخلوق در جای خالق قرار داد و این شرک است. و بسیاری کسا را وقتی که پرسان کنی نمیفهمه. چرا؟ میگی از نگاه عقلی پروا نداره. از نگاه عقلی گپ نیست، این خود علم است، این خود دین است، این خود سنت است، این خود پیغمبر صلی الله علیه و آله که 13 سال درس عقیده داد و آیات مکی کل طول 13 سال درباره عقیده بود. به خاطر از اینکه عقیده بسیار نقش مهم در زندگی انسان داره. آیا پیغمبران غیب را میفهمند؟ چرا مثلا پیغمبران غیب نمیفهمند؟ اونجا یعقوب علیه السلام است، بچه یکش در بین چاه است، یعقوب علیه السلام نمیفهمه. اگه غیب میفهمید میفهمه بچه ما در بین چاه است. یا مثلا یه چشمایش نابینا شد، یعقوب علیه السلام پرده سفید در چشماش پایان شد و بچه از یوسف علیه السلام در اونجا صدراعظم است. حالا اگر یه علم غیب میداشت میفهمه بچه ما صدراعظم است. چرا جگر خونی کنم؟ این کل قصه های پیغمبرا به خاطر ازی هست که موضوع درس عقیده بگیریم که پیغمبرها غیب نمیفهمیدن، ملائکه غیب نمیفهمیدن، خود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم غیب نمیفهمید. اگر میفهمید که مثلا صبح 20 نفر مرا در بین خانه میکشه، یک هفته پیش از پیششان ببرامد. لکن همون شو که محاصرهش کردن، بعد از محاصره فهمید که این صاحب مرا محاصره کردن و میخواین بکشن. پس از کل از این قصه ها چی معلوم میشه؟ معلوم میشه که پیغمبر، ملائکه، اولیاء الله، دوستای خدا یا یکیشان غیب نمیفهمیدن. خب وقتی که یا غیب نمیفهمیدن، ای جادوگر و ای تاویزگر و ای فالبین، ای رمل انداز، ای غیب میفهمه، ای خود قطعا نمیفهمه. پس چون خودش ادعای غیب کرد، فالبین کافر شد. این حاله در مقابل وقتی که یک مسلمان رفت پیش ازش که کاکا جان فال مرا ببین، روی تاله مرا ببین که تاله ما چه قسم است. این از وقتی که روی تاله از دید، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که اگر کسی پیش اینما تو انسان کاهن و جادوگر و فالبین و ساحر و شعبده باز و پیش از این مردما میشینه، به مجرده که میگه پیش از این 40 روز عبادت از بین میره. یعنی اگر در روزی بری پیش یک فالبین بشینی، 30 روز رمضانت کت ششک روزیت هم کلش پاک صفا شف دلیت است.
گلمت جمع کردی، یعنی کلش از بین رفت. باز میگه اگر باز آمد گفت که والا فالبین راست میگه و گپایش تنها به شیشتنش 40 روز عبادت زایل شد. و وقتی که باز تاییدش کرد میگه کافر شده به اون چیزی که بالای محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده و بالای محمد صلی الله علیه و سلم قرآن نازل شده و کسی که به قرآن کافر شده گلمش جمع است. آیت قرآن کریم درباره تمثیل چی گفته است؟ الله جل جلاله در قرآن عظیم شان چی میگه؟ لیس کمثله شیء، مثل الله هیچ چیزی نیست. شما هیچ انسانی را، هیچ زنده جانی را، هیچ حیوانی را، هیچ انسانی را، هیچ نباتی را، هیچ جامدی را ایره باید به خداوند هم مثل و هم مانند نگوین و فکر نکنین و عقیده نکنین. فلا تضربوا لله الامثال، به الله مثال ها بیان نکنین که الله دستش ای قسم است، العیاذ بالله، یا وجه الله ای قسم است، یا مثلا آمدن الله ای قسم است. در این مسائل چی است؟ بگو نمیفهمم کیفیت شد. ساکت، سکوت ادب است، عقیده هست. الله دست داره، ید الله فوق ایدی داره. چی کنیم؟ چه قسم است؟ قسمش ما نمیفهمم علم است. در اینجا چی علم است؟ کیفیت ذات، صفات، افعال خالق ما میفهمم یا نمیفهمم؟ کیفیتش نمیفهمم. اینمی نمیفهمم در عقیده علم است. از این خاطر میگن که نصف دین چی است؟ نمیفهمم. تسلیمی است. اسلام چی معنی؟ یعنی تسلیمی. بعد از بلاد تسلیم است. الله و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. وجه الله هست، بله قرآن آمده قبول داریم. چه رقم است؟ نمیفهمم. پس وقتی گفتی نمیفهمم تو عالم هستی. اگر گفتی میفهمم که این قسم است، زدی خدا در عقیده اسلامی خدا خراب ساخت. ببینید که درس عقیده این قدر مهم است. ما کل درس ها را مانده آمدیم سر درس عقیده. چرا که در افغانستان هر چیز است بغیر از درس عقیده. تشبیه را در لغت تعریف کنید. این تشبیه در لغت از کلمه شبه گرفته شده. شبه ما و شما که میگیم گرفته شده است که به معنای مشابهت می باشه. پس خود وقتی که میگه تمثیل نمیکنیم، مثال نمیتیم، نمیگیم که العیاذ بالله خداوند مثل فلان، نمیگیم لیس کمثله شیء. و تشبیه هم نمیکنیم. تشبیه چیست؟ از کلمه شبه گرفته شده که به معنای مشابهت است. پس ما هیچ کس نمیگیم که اینی کس مشابه خالق است، ایره هم نمیگیم. تشبیه را در اصطلاح تعریف کنید. تشبیه در اصطلاح. تشبیه در اصطلاح اعتقادی ذات یا صفات خالق را مشابه ذات و صفات مخلوقات عقیده نمودن است. اراله اگر کس ذات خالقه یا صفات خالقه یا افعال خالقه مشابه مخلوق فکر میکنه یا برعکس مخلوق ذات و صفات و افعالش مثل خالق فکر میکنه، اینمی چی میه؟ دی تشبیه میه. فرق بین تمثیل و تشبیه چیست؟ فرق بین تمثیل و تشبیه، آن مثلا بسیار اینجا یک نقطه دقیق است که بین تمثیل و تشبیه چی فرق است. اینال بعضی از علما اوتو عقیده دارن که تشبیه و تمثیل یکسان هستند. بعضی از علما تمثیل و تشبیه را یکسان میدانند. چی میگن؟ میگن التمثیل هو التشبیه. بعضی از علما میگن که تمثیل و تشبیه یک معنی است، دو کلمه هست یک معنا داره. از این خاطر اگر تمثیل گفتیم معنا تشبیه هم میشه و اگر تشبیه گفتیم. اما بعضی علمای دیگه چی میگن؟ بعضی از علما بین تمثیل و تشبیه فرق میکنن. بعضی از علمای دیگه هستن که بین تمثیل و تشبیه فرق میکنن. چی میگن؟ میگن که تمثیل مساوات بین دو چیز در تمامی امور است. مثلا اگر یک کس را میگی که احمد مثل محمود است، پس ایره چی کردی؟ در تمام کارا، در چهره، در علم، در دانش، در فهم، ایره مشابه اگر ساختی ایره تمثیل میگن. و تشبیه چی را میگه که یک کس را در یکی از صفات از او تشبیه کردن، یعنی در کل چیزش نباشه. فهمیدین یا نه؟
پس فرق بین تمثیل و تشبیه چی است؟ که تمثیل مشابهت در تمام صفات است و تشبیه چی است؟ مشابهت در بعضی از صفات. اقسام تشبیه و تمثیل چیست؟ این حال دو قسم است. قسم اول چی است؟ تشبیه و تمثیل خالق با مخلوق و قسم دومش تشبیه و تمثیل مخلوق با خالق است. بعضی کسا هستن که قسم اول تشبیه و تمثیل میکنن، مثلا خالق با مخلوق تشبیه میکنن، صفات خالق با صفات مخلوق تشبیه میکنن. وقتی که کلمه ید آمد، دست، فوراً دست خدا پیش میکنن. صحیح کن؟ خالق چی کرد؟ تشبیه کرد با کی؟ با مخلوق. و بعضی کسای دیگه هستن که قسم دوم که مخلوق تشبیه میکنن با کی؟ با خالق. پس این دو قسم تشبیه هستن که اینی بود اقسام تشبیه و تمثیل. مشکلی که در عقیده پیدا می شود سبب چیست؟ مشکلی که در عقیده پیدا میشه از چی پیدا میشه؟ از این پیدا میشه که ما خود تشبیه میکنیم با چی؟ با یک ملائکه. پس باید بفهمیم که ملائکه دیگه مخلوق است، ما دیگه مخلوق هستیم، مرچه دیگه مخلوق است، میکروب دیگه مخلوق است. این حال اگر یک میکروب در داخل دندان باشه، نه؟ صحیح نه؟ در داخل دندان یک میکروب است. به یک میکروبه که دیگه میگه چطور است این مملکت؟ او باش بگه که نه بیادری تنها خوی مملکت نیست. این خود تنها دو این مملکت است. یک مردکی دیگه کسی یک میکروب دیگه بر من زنگ زده بود که در چشمش است و یک مملکت دیگه است. پس بر از اون میکروبه که در داخل دندان ما و شماست، دندان ما تو یک مملکت است، دهان ما تو برش یک بحر اعظم است. صحیح است؟ و باز اگر از دهان ما و شما این میکروبه که بکشید در گوش میاد میگه اوه در قاره دیگه رفتم. این حال الله جل جلاله این مخلوقات کلش خلق کرده. پس ما دو مثل یک مخلوق یک حجروی هستیم. نه بعضی باکتریاهای یک حجروی در مقابل کی؟ در مقابل یک ملائکه. از این خاطر ملائکه های هستن که و بسیار بزرگ هستن. این حال وقتی که موضوع تشبیه در یک مخلوق با مخلوق تشبیه کرده نمیتونیم. پس در صفات خالق هم چی رو گفتیم؟ گفتیم که تمثیل در اصطلاح عقیده ذات و صفات خالق را مثل ذات و صفات مخلوق عقیده نمودن است. اینی را میگه که تشبیه. از این خاطر میگه شما چی نکنین؟ تمثیل نکنین. خالق با مخلوق مشابه فکر نکنین و برعکس از این مخلوق با خالق مشابه فکر نکنین. صحیح شده انشاءالله. الله 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 الله. یا سبحان الله. تعطیل را در لغت تعریف کنید. تعطیل در لغت از کلمه عطل گرفته شده. عطاله. ما و شما اگر فکرتان باشه خود کلمه عطله که است به معنای خالی نمودن یا فارغ نمودن یا ترک کردن. مثلا ما و شما روزهای رخصتی را در ادبیات چی میگن؟ میگن ایام تعطیل. روزهای چی میگن؟ تعطیل ایمانا که امروز کار چی است؟ معطل است. امروز کار ما چی کردیم؟ خدا از کار فارغ ساختیم و کار را ترک کردیم و هر کس مثلا میره کارهای دیگر رو میکنه. از این خاطر تعطیل میگن. و عرب ها کلمه تعطیل استعمال میکنن. مثلا میگن که عطلت المرأه. وقتی که میگن عطلت المرأه چی معنا میته؟ وقتی که این خانم قار شده باشه و چیزی که زیوراتی گپاس کلشه کشیده و همون تو پیش شوهر خود بدون همه چیز آمده. این حال اگر یک خانم زیورات خود استعمال نمیکنه، زیور نداره، اینو چی میگن؟ اینو میگن عطلت المرأه. وقتی که زیورات و لباسهای زینتی نپوشه. و در قرآن آیت شریف آمده که و بئر معطله. بئر معطله چی نمیگن؟ امو یک چای بود که متروکه ترک شده بود. بسیاری وقتا در فارسی با شما استعمال میکنیم قریه متروکه یا چای متروکه یا یک منطقه متروکه که سابق مردم از او چای استفاده میکردن، باز او را به خاطر از اینکه یا آبش خراب است یا خشک شده او چای را چی کردن؟ ترک کردن که قابل استفاده نیست. یا مثلا یک قریه هست در یک جای قریه سابق بود، حالا فعلا مردم یک ذره پیسه دار شدن و قریه خراب بود، حالا این طرفای خوب بر خود خانه‌های لوکس جور کردن، او خانه‌های قدیمی را متعلا کردن، باز میگن چی است؟ میگه قریه چی است؟ متروکه هست، اونجا نمیرن.
پس کلمه معطله در قرآن هم اون کلمه معطله از این کلمه عطله گرفته شده که به معنای ترک و فارغ شدن و رها کردن است. تعطیل را در اصطلاح تعریف کنید. انکار آنچه که الله سبحانه و تعالی به خود نسبت داده است. مثلا الله سبحانه و تعالی ذات است که قادر است، ذات است که خودش اختیار داره، ذات است که هر چیزی که بخواه ما سوال میشیم او رو که سوال کردن نمیتونه، پس چیزی که برای خود نسبت داده ما او رو قبول میکنیم. ایناله اگر یک نفر میخیزه این مسئله عقل خود در کار میپرده و فلسفه در کار میپرده که والا اینی صفته که من نمیگم و ایره ما ترک میکنم و ما کلمه مثلا ید مثلا استعمال شده ید الله، بسیاری کسا میگن نه والا ما کلمه ید اگر بگویم باز اینجا خود تشبیه می، از این خاطر ما ید نمیگیم، دست نمیگیم برای الله سبحانه و تعالی. چی میگیم؟ ما این کلمه ید بیخی معنایش تغییر میتن، میگه این معنایی که به معنای ید است ایره بیخی معطل قرار میتیم، ایره ما نمیگیریم، عوضش ید به معنای قدرت یا با معنای دیگه ترجمه میکنن. اینمی قسم وجه را، اینمی قسم قدمه، این بسیار چیز است. امی علت است امی تعطیل صفات که است که یک فرقه اعتقادی خطرناک که او حتی مؤمن گفته نمیشه به نام معطله یک فرقه پیدا شده که یا چی میکنن؟ صفات الله سبحانه و تعالی را معطل قرار میدن. اینال انکار آنچه که الله به خود نسبت داده است. الله سبحانه و تعالی بر خود نسبت داده، گفته که ید الله، وجه را به خود نسبت داده، قدم مثلا آمده است، وقتی که آمده الله بر خود نسبت داده، این ما معطل قرار بدیم به چی صلاحیت آیا حق ما داریم و چرا امی فرقی که این معطل قرار میده چرا این قرار میده؟ خب پس انکار آنچه که الله سبحانه و تعالی به خود نسبت داده است. تعطیل به چند نوع است؟ اینال در تعطیل یکی خود در اسماء و صفات نه، این قسم سوم است. اول تعطیل محض یا کلی هست. تعطیل محض یا کلی چی میگه؟ که یک نفر تمام احکام الله را معطل قرار میده و ترک میده و میگه هیچ خداوند قرآن کتاب نفرستاده، قرآن کلام خداوند نیست، احکام الله نیست، این کلش معطل قرار میده، میگه من هیچ به چیز عمل نمیکنم. پس این چی میگن؟ این تعطیل محض یا تعطیل کلی میگن که کل در مجموع کل دین انکار میکنه. پس انسانی که کل دین انکار میکنه کافر است و بیدین است و از قرآن و از کتابای آسمانی از همه چی منکر است. این تعطیل محض یا کلی هست. دوم قسم تعطیل در عبادات است. تعطیل در چی هست؟ در عبادات. اینال تعطیل در عبادات چه قسم است؟ تعطیل در عباداتی است که مثلا یک نفر یک عبادت ترک میکنه. چه قسم عبادت ترک میکنه؟ مثلا نماز نمیخونه یا سجده نمیکنه یا سجده میکنه به الله او رو تعطیل میکنه، میره سجده را به غیر الله میکنه، یا نماز به غیر از نام الله میخونه، یا نذر به غیر از نام الله به کسی دیگه میگیره. این تعطیل چی میگن؟ تعطیل عبادات میگن. و قسم سومش تعطیل کمال صفات است. تعطیل کمال صفاتی است که الله سبحانه و تعالی مجموعه از صفات در قرآن عظیم الشان به خود نسبت داده و یا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعضی از صفات بر الله سبحانه و تعالی نسبت دادن. این فرقه معطله چی میکنن؟ امی اسما و امی صفات چی میکنن؟ انکار میکنن و معنایش میگه ما قبول نداریم و برای یک معنای دیگه، یک صفت دیگه را در داخل میکنن و میگن که این به این معنا هست. پس تعطیل چند قسم شد؟ 3 قسم شد. یکی تعطیل کلی شد که کاملا یک از دین انکار بکنه، یکی تعطیل در جزئیات است که مثلا بعض عبادات یا انجام نمیده یا به کی انجام میده؟ به غیر الله انجام میده، به کسی دیگه انجام میده. و قسم سوم تعطیل چی شد؟ تعطیل کمال صفات شد که بعضی از صفات الله سبحانه و تعالی را معنایش انکار میکنه و میگه که ما ایره به این شکل معنا نمیکنیم. خب اینال اینجا تشریح میکنه، میگه تعطیل محض یا کلی. انکار خالق، یعنی گفتیم که تعطیل کلی چی است؟ قسم اولش تشریح کرد که یا از وجود خالق انکار میکنن، یا انکار کلام دین یا کلام خالق ایری چی میکنن؟ انکار میکنن، از قرآن انکار میکنن، این هم تعطیل گفته میشه. یا انکار عبادات ها را، میگه هیچ عبادت وجود نداره، یا هیچ شریعت خالق مکمل انکار میکنن، میگه ایواز قانون الله مثلا قانون امریکا را میاریم یا قانون فرانسه را میاریم، ایواز شریعت الله قانون غیر الله را تطبیق میکنیم. اینیا فرقه هایی هستند که یا کاملا دین چی میکنن؟ تعطیل میکنن، از قبول ندارن. و قسم دومش چی گفتن؟ گفتن تعطیل عبادات خالق است، یعنی معطل دادن عبادت است که یا به مخلوق و یا بالکل ترک میگرده. تعطیل
عبادت چی است که یا کاملا ترکش میکنه، یا کسی عبادت نمیکنه، یا امو عبادت برای یک مخلوق انجام میده. پس در هر دو صورت این قسم دومش است، این هم تعطیل عبادات گفته میشه. و قسم سومش رو گفتیم تعطیل کمال الهی است. الله سبحانه و تعالی وقتی که مجموعه از صفات برای خود نسبت داده، معنایش چی است؟ معنایش چی است که این صفات دلالت به کمال خالق میکنه. اینال اگر یک صفت از صفات خالق معطل قرار داشته شود، در حقیقت کمال خالق چی میشه؟ معطل قرار داده میشه و به او انکار میشه. از این خاطر این بسیار خطرناک است کسایی که مثلا با حذف، انکار و یا تعویل بعضی از اسما و صفات صورت میگیرن. بعضی از نام‌ها را بیخی حذف میکنن، میگن هیچ نیست، یا انکار میکنن، میگه هیچ وجود نداره، این هم تعطیل شد. یا معنایش تعویل میکنن، میگه مثل که ما شما گفتیم ید هم میگه ید به معنای قدرت است. مشکل فرقه معطله در تعطیل چیست؟ مشکل فرقه معطله که اینا تعطیل میکنن بعضی از صفات یا تعویل میکنن یا نمیپذیرن، مشکلشان چی است؟ دلیلشان چی است؟ و رد دلیلشان چی است؟ اونا چی دلیل میگن و آیا دلیلشان درست است یا غلط و چه قسم رد میشن؟ یا سه مشکل اساسی دارن. مشکل اول چی است که اهل تعطیل مشکل تشبیه و تمثیل دارن، یعنی ذهنن مشکل تمثیل و تشبیه دارن و برای فرار از این مشکل مجبور به تعطیل میشوند. و اگر آیت لیس کمثلی شیء را با قناعت ایمان می داشتن، نیازی به تعطیل نمی داشتن. سعی کنیم. اصلا فرقه معطله مشکلشان در چی است؟ یا مشکل تشبیه و تمثیل داره. خوب فکرتان بگیریم. مثلا وقتی که ید الله را میخوانه میگه خب وقتی که گفتی ید الله یعنی دست خداوند، این فوراً چون ذهنم اما اول ید الله را با ید خود تشبیه میکنه. ذهنم در این مشکل است. ایناله ولی اگر من ید بگویم دست بگویم خب باز تشبیه میکرد دست من. حالا تو چرا دست خدا پیش میکنی؟ متوجه هستی؟ بگو که لیس کمثله شیء. حالا سعی کنید شما دست داره، مرچه دست داره نداره؟ گوسفند دست داره نداره؟ داره. شتر دست داره نداره؟ پرنده ها دست داره ندارن؟ دارن. انسان دست داره؟ آیا دست ازی دیگه دست مرچه مثل دست انسان است؟ آیا دست شتر مثل دست انسان است؟ اینال چرا وقتی که ما میگیم والا بر استاد دست نگوییم که اگر بر استاد گفتیم دست داری، باز شتر هم گفتیم دست داره، پس دست ازی مثل دست چی میشه؟ شتر میشه. ایج نمیگیم اوره تو چرا دست مرا به دست شتر؟ ما انسان هستم، دستم مطابق انسانیت است. از شتر حیوان است، مطابق حیوانیتش دستش است. اینال چون یا در ید الله بحث میکنن، مشکلشان در چی است؟ مشکلشان در می است که یا ذهنن در تشبیه مبتلا هستن. اگر او تو بگویم که والله در قرآن عظیم شان خواندیم که ید الله فوق ایدیهم، دست خداوند بالای دستای از اینا هست، بنابراین آنچه که در قرآن آمده مورا قبول دارم، کیفیتشو نمیفهمم. خید الله چه قسم است؟ ما میگیم به مو قسمی که به ذات جلال و عظمت خالق شایسته هست، مثل دست ما نیست، چرا که لیس کمثله شیء. این قاعده اساسی هست. لیس کمثله شیء یعنی هیچ وقت تو دستت یا چشمت یا چهرهت یا قوارت یا بدنت به خالق تشبیه نکن. خالق ذات است که به عظمت و جلال از او صفات شایسته هست. دومین مشکل فرقه معطله در تعطیل چیست؟ مشکل دوم چی است؟ اهل تعطیل خواستن از تمثیل فرار کنن، به تعطیل صفات و افعال که در نص صریح آمده مبتلا شدن، یا خواستن بیچاره که در تمثیل مبتلا نشه. نه 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 نه، ما عالم نمیگیم. چرا نمیگه عالم؟ ولی اگر عالم بگیم باز انسان هم عالم گفته میشه، باز چی میه؟ تشبیه با انسان میه. پس صفت خالق چی کردن؟ تعطیل. ما ید نمیگیم. چرا ید نمیگیم؟ ولی اگر ید بگیم باز تمثیل میه. پس از تمثیل فرار کردن، در چی افتادن؟ در تعطیل افتادن. از زیر باران خیستن، در کجا ششتن؟ در زیر ناور. صحیح شد نه؟ پس ما میگیم نه برادر عزیز، تمثیل چرا میکنی؟ هیچ ما در تشبیه نیستیم. چرا؟ ذهنن وقتی که من یک مسلمان قرآن خوانده میگیم که یاد الله فوق ایدیهم،
دست خداوند بالای دستای از اینا هست، بناهن من آنچه که الله به خود نسبت داده قبول دارم. آل در کلمه ید تمثیل نمیکنم، نمیگم که مثل فلانیست، لیس کمثله شیء قاعده برام داده شده، فرمول در کلمه است. تشبیه هم نمیکنم، تعویل هم نمیکنم، تعطیل هم نمیکنم. اگر کس از پیشم سوال کرد که خید الله چه قسم است، میگم من قسمش نمیفهمم، اونمو قسمی است که به جلال و عظمت خالق شایسته است. الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله الحي الحي القيوم یا سبحان الله. مخروط دین چیست؟ یک صنفی ما از پاکستان بود. یک از استادا سر بسیار مسائل جرا بحث میکرد. باز وقتی که همراه استادا جرا بحث میکرد، باز استادا بسیارشان قار میشدن، اما استاد پروفسور ما دیدم هیچ قار نشد. باز برای ما سوال پیدا شد که استاد دیگاه قار شدن، خودت چرا هیچ هر قدر که صنفی ما سر جرا بحث میکنن چرا هیچ قار نشدی؟ بازی خنده کرد، گفت من بر دلیلشون من براتون میگم. گفت دلیلی است که شما مردم افغانستان و مردم پاکستان، مردم شبه قاره هند، در مجموع گفت که شبه قاره هند که پاکستان و بنگلادش و کشمیر و هند است، و گفت افغانستان به یا متأثر است چون اکثر علمایشان از این منطقه درس خواندن. گفت این منطقه را گفت من مقایسه کردم با مسلمان های کشورهای اسلامی و مثلا مسلمان های اروپا، مسلمان های امریکا، مسلمان های کشورهای عربی. گفت یک فرق بین شما و بین ما هست. گفتیم استاد چی فرق است؟ شما کل ما مسلمان هستیم. گفت نه خفه نشین، یک فرق است. چی فرق است؟ گفت فرقی است که شما مردم افغانستان و شبه قاره هند مخروط دینتان سرچپ است. گفتیم نفهمیدیم چی معنی. گفت مخروط دین معنای چی است؟ که مثلا مخروط شما میبینی قسمی مثل یک قند است. گفت این مخروط که است، در رأس از این مخروط عقیده هست. اول انسان مسلمان باید عقیده را یاد بگیره. اول چی را یاد بگیره؟ مخروط دین کشیدیم، در رأس چی است؟ عقیده هست. گفت شما مردم افغانستان چی کردین؟ اول عقیده هست در اسلام. عرب، اروپایی، امریکایی یا چی میکنن؟ گفت یا که مسلمان هستن، گفت یا اول از عقیده شروع میکنن. اولاد خدا چی درس میدن؟ درس عقیده میدن. خوب که عقیدهش پخته شد، الله را شناخت، ملائکه را شناخت، پیغمبرها را شناخت، صحابه کرام را شناخت. خوب که عقیده ازی استوار شد و قوی شد، باز برش فرایض یاد میده. باش میگه بچه مالا که عقیدت خوب شد، از فرایض شروع کن. این فرض است، این فرض است، این فرض است، این فرض است، این فرض است. اولی رو یاد بگیر. بعد از اینکه فرایض خوب فهمید و مستحکم شد و عمل شروع کرد، باز میگه بچه مالا سر واجبات شروع کن. مرحله سوم واجبات است. واجبات که خلاص شد، مرحله چهارمش پایین تر از او چی هست؟ سنت ها هست. یعنی یک رتبه است. اول رتبه چی است؟ عقیده آفرین. دوم رتبه چی است؟ فرایض است. سوم رتبه چی است؟ واجبات است. چهارم رتبه چی است؟ سنت ها است. پنجم رتبه چی است؟ مستحبات است. ششم رتبه چی است؟ مباحات است. گفت من به خاطر از تو پاکستانی یا تو افغانی یا تو هندی وقتی که سوال میکنی، من به خاطر ازی خفه نمیشم که ما با شما یک فرق داریم. برو مسلمان امریکایی رسل کن، برو مسلمان اروپایی رسل کن،
برو مسلمان عرب اصل کن. یا که دین یاد میگیرن اول از عقیده شروع میکنن، استپ بای استپ. عقیدهش که پخته شد در واجبات فرایض میه، فرایض که فهمید در واجبات، واجبات که فهمید سنت ها، سنت ها که فهمید در مستحبات، مستحبات که فهمید در مباحات. به این خاطر اگر بعد از عقیده مردم در فرایض نرسیدم نقص نمیکنم. یعنی یک نفر عقیدهش بسیار خوب است، خوب 100% موحد است، لکن بعضی فرایض از پیشش تر شده، شاید یک چند روز در دوزخ بره لکن دائمی نمیمانه. اما گفت شما مردم افغانستان چی مشکل دارین؟ گفتیم ما چی مشکل داریم؟ گفت مشکل شما این است که مخروط دیدتون چی است؟ سرچپه هست. شما اول از مباحات شروع میکنین. گفت شما اول از مباحات شروع میکنین، باز که خداوند بسیار زور بزنین باز میین در مستحبات، باز که بسیار زور بزنین در سنت ها، باز که بسیار وقت پیدا بکنین در واجبات فرایض. گفت به عقیده هیچ برتا نوبت نمیرسه. چرا در دوزخ میره؟ عقیده را نمیفهمن. از برای خدا رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم خوب در سیرت میخونیم که 13 سال آیات مکی نازل، خود انسان که در عقیده